به نام خدای بخشنده مهربان. سلام و درود و احترام حضور بینندگان عزیز و ارجمند شبکه پیمان ملی تاجیکستان. برادران و خواهران عزیز، امیدوارم که همه صحتمند و سلامت در امنیت خداوند باشید. خب چخیلی که ما اعلان کردیم ساعت قبل که امروز از همین ساعت 12:00 به وقت آلمان ماراتون حمایت از بدخشان برگزار می‌گردد طریق رسانه ها، طریق اینترنت، و ما الان را شروع کردیم. خیلی که برادران و خواهران عزیز ارجمند میدونند که امروز از دین حواز در بدخشان وضعیت را ناآرام کردن مقامات قدرتی تاجیکستان به طرف مردمی به سلاح، به طرف مردم مظلوم بدخشان، اون مردمی که خواستند از حق خود، از حقوقهای خود، از اون حقوقهای کنستیتوشنی که سرقانون کشور بر آنها داده است، مثل آزادی بیان و خب آزادی ملت و مردم خب حمایت کنند. ولی متاسفانه دیروز از طرف مقامات قدرتی کشور هدفی تیر تفنگ قرار گرفتند. متاسفانه از دیروز خب و مخبر است که 2 نفر در این تظاهراتی که مردم تظاهرات مسلحت آمیز انجام دادند خب هدف تیر قرار گرفته به شهادت رسیدن و تا حال اسم 1 نفر از این برادران شهید شده، جوانی 30 ساله زمیر نظری شایف، با ما اسمش رسید، عکسش که حالا شما در اینجا عکسش میبینید. خب این جوان دیروز از طرف این مقامات های غیر مردمی، این مقامات های دیکتاتوری به شهادت رسانده شد. من امروز از اینجا به تمام مردم کشور تاجیکستان، به خصوص به مردم سربلند و آزاد اندیش ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تسلیت عرض می دارم، به خصوص به خانواده شهدا، به خانواده این شهید زمیر نظری شایف، و پدر و مادر و برادران و قومش اظهار همدردی بیان میکنم و به بازماندگان این برادر عزیز شهید جوانمرگ گلگون کفن صبر جمیل خواهانم. خداوند روحی برادر عزیزمون زمیر و دیگر نفرانی که تا حال اسم اونها به ما نرسیدن و در این قضیه بدخشان به شهادت رسیدند، روحشان شاد، روانشان شاد و جایشان جنت باد. خداوند همه اینها را مشمول و مورد رحمت خودش قرار بدهد. برادران عزیز و ارجمند، چه که گفتیم روز 14 همین ماه درست قبل مردم بدخشان در میدان خب شهر خاروق جمع شدن، از مقامات های قدرتی تاجیکستان طلب کرد، از مقامات های کشور تاجیکستان، از حکومت طلب کردند که رئیس این ولایت میرزا نباتوف باید به استعفا برود و از در کشور در ولایت باید که این خیلی که تا امروز ها رفته ایستاده است نباید دوام کند و به مردم این ولایت که روزی نیست که 1 نفر جوانان
این کشور به زندان نروند، زندانی نشوند به بهانه یک نمیدونم یک لایک رو زیر کردن و یا از حقوق خود حمایت کردن و یا به حکومت مصالحت آمیزانه مراجعت کردن که باید که چنین رفتارهایی که در بدخشان از جانب مقامات قدرتی کشور و از دیگر حکومت‌های دولتی خب صادر می شود، اینها باید به اینها باید جنایت‌ها خاتمه داده شود. ولی متاسفانه ما می‌بینیم که امروزها این مردمی که آزادی خواه، آزاد اندیش، آزادی دوست و اونایی که هیچ وقت در طول تاریخ مردم بدخشان به هیچ ظالم سرخم نکردن، هیچ وقت ننگ و ناموس خود را نگذاشتن که دیگرها به ننگ و ناموس اینها دیگر نمیدونم چنگ بزنند و به ناموس اینها پای خود را بگذارند. ولی در یک هفته گذشته ما همه خود شاهدیم که یکی از چهره‌های شناخته نه تنها در بدخشان و در کشور ما، حتی در نصف دنیا، در سابق همه کشورهای اتحاد شوروی مشهور ورزشگر شناخته چهارشنبه روانه زندان شد به 8.5 سال. و همچنین امرالدین علاوتشایف که اینم یک نفر ورزشگر که مشهور بود. امرالدین علاوتشایف اگر خطا نکنم چند روز قبل حکمی هم 18 سال حکم گرفت بی یگان گناه، بی یگان نمیدونم آخر این گناهی که اینا میگن در هیچ جای دنیا جرم نیست. همه گناه خودشان میکنن این مقامات قدرت تاجیکستان، این ظالمان و سر مردم بلاها رو میارن. باز مردم نمیدونم مردم گناهگار میکنن که اینها گناهگارن، بر گناهگاری میکنن با مردم رو تهمت ها در سر مردم میزنن که اینها گناهگارن و بی یگان جرم فرزندان این کشور را، بخصوص فرزندان با ناموس کشور، بخصوص مردم ولایت بدخشان زیاد جوانوش روانه زندان کرده ایستادند. اینا میخواهند که در دل مردم ترس ایجاد کنند، نگذارند که دیگر مردم هر روز که بالای اینها این وحشیان، این حکومت ظالم، این حکومت دیکتاتوری که پای خود را بالای سر اینها بگذارند، اینا میخواهند که اینا هیچ وقت سر بالا نکند از حقوقهای خود، از مقدسات خود، نمیدونم از اون همه قانون و آن همه آزادی هایی که یک انسان باید برخوردار باشد. اینا نمیگذارند که اینا طلب کنند، باید اینا مثل مردم کشور را همچون غلام استفاده ببرند. و ما در طول تاریخ دیدیم، در طول تاریخ 30 ساله این رژیم دیکتاتوری که هیچ وقت، هیچ روز، هیچ زمان، هیچ لحظه، هیچ ساعت مردم عزیز و با ننگ و با شرافت و کرامت ولایت بدخشان سرخم ندادن. در مقابل این زور خب بهترین کادرها، بهترین جوانان را از دست دادن و شهید شدن در مقابل این رژیم، در مقابل آزادی خواهی خود. اونا با جوانان بهترین جام شهادت نوشیدن، ولی هیچ نه زن نه مرد از ولایت مختار بدخشان، از این آزادی خواهان، آزاد اندیشان که در مبارزه بودن، سر تسلیم فرود نیاوردن، سرخم نکردن، برعکس صدای خود را در تمام دنیا بلند کردند. این رژیم و این حکومت دیکتاتوری تاجیکستان رو در تمام دنیا شناساندند که در کشور تاجیکستان یک مشت راهزن، یک مشت قلاب، یک مشت نمیدونم کراپسیونر، یک مشت دزد، یک مشت ظالم، یک مشت مردم یک خانواده حکومت میکند که برای اونها هیچ مقدساتی نیست. در فرهنگ اونها آزادی و دموکراسی و نمیدونم دیگر ارزش های انسانی هیچ جا نمیگیرد، نیست در ارزششون. و امروز این مردم عزیز از اول تا آخر این در دنیا اعلان کردن که ما هیچ وقت با چنین حکومت همکاری نمیکنیم تا زمانی که یک حکومتی که در اساس قانون در ولایت مختار کوهستان بدخشان عمل کند، خب به مردم جبر نکند، ظلم نکند، مردم بیگناه در خانه رفته به شهادت نرساند، ما هیچ وقت به اینها نه همکاری خواهیم کرد و نه چنین حکومت ظالم جوانکش مادر آزار نمیدونم از پیر و سفید آزار، هیچ وقت با اینها ما
همکاری نخواهیم کرد و اینا رو اعتراف نخواهیم کرد تا اون زمانی که اینها خود را اصلاح نکنند. برای همین بار دیگر من از اینجا تشکر میکنم از همه مردم مبارز سربلند و سربلندی کشور تاجیکستان، بخصوص مردم بدخشان که در چنین حالتها مردم عزیز و شریف نجیب بدخشان نباید که مورد ظلم این ظالمان قرار بگیرد. اونا ما باید هر قدر که میتوانیم از این مردم حمایت کنیم، نگذاریم که باز بارگاه تکرار میکنیم که نگذاریم که این مردم دیگر به یگان چی مورد ظلم و ستم قرار بگیرن. اونا ناشرمیده. ما دیروز دیدیم که هم از طریق بدخشان، از تلویزیون بدخشان میبرایم مردم امروز میخواهند از حقوق خود حمایت کنند. مردم بدخشان اون رب میدانم به آزاداندیشان، به اپوزیسیون تاجیک، به محی الدین کبیری و به علیم شیرزمان که گویا مردم را اینا نارام کردند، کشوری منطقه بدخشان را. ما برادران و خواهران عزیز اینجا باشیم بس همین شما میرسانیم که چنین نیست و نبوده است. گناه را خودشون میکنند. این مقامات های قدرتی و حکومت همه چی نامردی و چی ناجوانمردی از سر این مردم میارن و این مردم میخوان از حقوق خود دفاع میکنن. باز اینها تروریست. خدا میدونم گلبودی را چند ماه قبل اینا کشتن. اینا تروریست نه؟ این آدمایی که از حقوق خود دفاع میکنن. ای مردم تا کی باید این چنین زندگی کنیم؟ تا کی باید اینها این دزد زور میگه صاحب گاه بسته است، اینا هم بیرن مردم بکشن، هم مردم بگیرن، نمیدونم زندانی کنن برای اونه که تو لایق میمونی، تو آزادی خودت طلب میکنی، تو باید غلام باشی و یک عائله دزد و اوباش باید در کشور راهبری کنه. خب این موضوع خب برادرانی که میخوان در برنامه ما شرکت کنن خودش خب میتونن که زنگ بزنند. خود یک نفر رو زنگ زده است، من سخن به این کس میدیم و بعدا دیگر برادران و خواهرانی که میخوان وارد شوند بخوان نظرشون بگوین. بعد ان شاء الله ما باز دوام میتیم جلسه و مرافعمون رو. بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و تبارک تعالی. میرنبی شریف زاده. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقای میرنبی. خوش آمدید به برنامه. من میخواستم که یک چند سخن آتشین به این مرافانتان به دفاع مردم بدخشان اگر اجازت دید به زبان روسی گپ زنم. بفرمایید. به هر زبانی که میخواد. زبان تاجیکی هم شما خوب بلدید. تاجیکی هم خب اکثر مردم هستن که شاید تاجیکی روسی را ندارن، هم به زبان روسی و هم به تاجیکی میتونید که سخن کنید. هر چی خودتون میخواید بفرمایید. اولا السلام علیکم به همه شما. علیکم السلام. ای مردم پرشرفی شریفی بدخشان و تمام تاجیکستان، از این خونتایی آدم کش آدم خری امام علی رحمان و تمام عائله‌اش نترسید. شما بینید که اینقدر مردم بدخشان عذاب میتین، اینقدر در سر ویا تهمت میکنن، ویا خدا یک تقدیر بزرگ دادگی که ویا شکسته نمیشد. باید که تمام شما وطن دوستی، شجاعت، ناترسی، خداپرستی را ای مردم بدخشان آموزید. دویمش که تمام تروریست، اکستریمیست، تمام نارکوترافیک خود همه امام علی شریف رحمان قدی تمام عائله جنایتکارشو، تمام همون کارگرای پروکراتورشو، میلیسیشو، اگرانیشنیکاش، اینا همه میدونن. سومش آنکه خیتای چین نغاره زده در همه جا گشت است که بعد 128 سال که بدخشان در دست царская روسیه بود، پادشاه روسیه، ما کشیدیم گرفتیم با کمک رحمانوف. اینا ناز دانستمونه. خب Во-первых, приношу самые свои глубочайшие
искренние соболезнования ввиду не только тех убитых в Бадахшане, которые ранее произошло, и которые произошли вот вчера, позавчера. Поэтому весь мир должен знать, что террористом номер один, экстремистом номер один, преступником номер один является президент Таджикистана Эмомали Шарипович Рахмонов со своей людоедской, со своей хунтой, с всей своей семьей. Граждане Горного Бадахшана имеют особый статус. Сейчас Россия обязана просто, Путин обязан во что бы то ни стало совершить исторический акт для присоединения, безоговорочного присоединения Горно-Бадахшанской автономной области к Российской Федерации. Сделать там консульство Российской Федерации. Большинство граждан Горного Бадахшана являются гражданами Российской Федерации. Во что бы то ни стало, надо спасти 250-300 тысяч граждан населения Горного Бадахшана и их территорию защитить. Сепаратизм тоже исходит из этого Эмомали Рахмонова. Вот вчера были они в ОДКБ на 30-м, как говорится, его словесном и на 20-й годовщине его существования. Почему сейчас они войска ОДКБ туда не довезут? Почему сейчас они не освободят территорию Горного Бадахшана, не спасут эти 250-300 тысяч граждан Бадахшана? Это мое обращение лично к Путину. Если этот террорист, экстремист, этот хунта, совершивший массовые преступления против человека и человечности во всем Таджикистане в отношении выходцев, этнических выходцев таджиков, сколько он уничтожил людей, сколько будет еще уничтожать людей. Обязать его, заставить его, чтобы он вступил в Евразиатский экономический союз, чтобы тоже граждане Таджикистана и Узбекистана чувствовали себя вольготно, как граждане Киргизии. Весь мир сейчас должен защищать таджикский народ, трудовых мигрантов. Он приехал сюда. Что он предпринял для облегчения жизни трудовых мигрантов Таджикистана? Опять он начал прятаться. Опять пустил своих этих нелегальных на 50% штатных работников. До каких пор они будут сталкивать народы Средней Азии? До каких пор будут против России сталкивать, сплачивать граждан Центральной Азии? Кто-нибудь об этом думает? Нет? Совершенно правильно сейчас идется, как говорится, эти мероприятия на Украине. Почему? Потому что все террористы мира, все их офисы находились в Киеве, их подготавливали в Киеве. А сейчас историческая должна быть справедливость. Почему? Потому что один несчастный картавый Ленин в начале 20 века все российские земли подарил Украине, другой, Кузькина мать, Хрущев, подарил еще Украине все. До каких пор это будет продолжаться? До каких пор? Очнитесь, люди, сплотитесь, люди. آپای مریم بی کوشش کردم از برنامه بیرون نبرویم چون برنامه بدخشان است. Это все взаимосвязано. Почему могут Украину освобождать от нечисти? А почему от этой нечисти не освобождает свою территорию Таджикистан? Почему от этой нечисти не освобождает Горно-Бадахшанскую автономную область? На это имеется полное право. Автономная область имеет право присоединиться к Российской Федерации без всякого
Евроазиатского экономического союза. Почему убивают людей, и никто за это не отвечает? Почему уничтожают местных, как говорится, честных людей, навешивая на них ярлыки экстремистов, террористов, продажи наркотиков, когда сами они этим занимаются? Вот больной вопрос. Это все взаимосвязано, тем более сейчас идет очень стремительное, как говорится, геополитические и геостратегические интересы. Вот именно они начинаются в Горном Бадахшане. Вот о чем сейчас должны все сплотиться и думать. Поэтому весь таджикский народ, где бы он ни находился, с каких бы регионов Таджикистана не было, мы с вами, дорогие наши братья, сестры, матери Горного Бадахшана, мы с вами, мы молимся за вас. Вот мы никогда вас не оставим одних. Мы будем до последнего, бадахшанца, до последнего помирца бороться, чтобы вас освободить от этого злосчастного, от этого преступной семьи, от этого клана, который называется Эмомали Шарипович Рахмонов, плюс вся его коррумпированная, узаконенная, мафиозная, преступная семья. Берегите своих детей, берегите себя. Мы вас никогда не оставим одних. Наш голос будет услышан и Богом, и будет услышан обязательно и президентом Российской Федерации. И с Божьей помощью, смотрите, мы с вами являемся все пострадавшие от распада Советского Союза. Особенно Таджикистан. Что с нами сделали? Самые страшные войны были у нас 90-97 год. Обвиняли только безвинных людей. Поэтому для того, чтобы предотвратить еще раз эту навязанную войну, убрать наш страх, они хотят нас до конца нашей смерти, до последнего жителя Таджикистана держать в рабстве. У них это не получится. Мы никогда не были рабами и не будем. Мы с вами, дорогие наши бадахшанцы, дорогие наши истинные именно таджики Бадахшана. Я как-то говорила, что там должно быть этнокультурный, такое, знаете, всемирное изучение древнейших языков арабских. Оно должно так и находиться. Хватит уничтожения безвинного народа. Какие вопросы еще у вас будут? Алло. میشنم. سلامت باشین. اپای خاله مریم بی. خب اگر دیگر شما نظراتتون رو گفتید، اگر اگه چی گفتن نباشد، اگر که سوال باشد، مرحمت نباشد، با دیگر دوستان وارد شدن اینا نوبت بینیم. Дело в том, что смотрите, еще раз я повторяюсь, уважаемый Путин Владимир Владимирович, это ваше амплуа, это ваше конституционное право защитить полностью регион Горного Бадахшана, учитывая то, что 128 лет тому назад эта территория принадлежала царской России, сейчас правопреемник Россия. Без всяких этого, как он не хочет вступать в Евроазиатский экономический союз, присоединить Горный Бадахшан к Российской Федерации. Безотлагательно. И тогда вы убедитесь, какой это трудолюбивый народ, какой это свободолюбивый народ, какой это честный, порядочный народ. Они настолько чисты своими помыслами, своими действиями, у них души, как у 5-летних детей. Они никогда не могут, извините меня, юлить, хитрить или говорить неправду. Вот за свою правду они страдают до сих пор. خدا نگهبان همه شما و ما شود پروردگار ای ظلم و ظلمات این فرعون خدازاده را سر همه ما برداره مردم خلاص کنه از ظلم حیوانا. سلامت باشین. سلامت باشین اپا جان. خب برادران و خواهران عزیز، باز یک چند نفر دیگه وارد شدن، ما نوبت به اینا تیم با ان شاء الله که با دیگرها هستن. اسماعیل عثمانی، اسماعیل بفرما.
سلام علیکم شما عبدالستور. علیکم السلام و رحمت الله. اسماعیل جان خوبت؟ سلامته؟ باشه تو نکر رحمت کردم گشت مایده پیگیری کرده دمی شبکه‌های اجتماعی ناحقی ناعدالتی دیده اکجون باور گفتم به طرف نباشه اکجون در جای گوش نباشه مکر راست گپ در درس مقصد گپ در کارم در جای هست میاد در درس در کار نه که بود یاد در مبارزه که اکجون ناحقی ناعدالتی مقصد گپ چنک نمی‌کرد. بعضی دیو مقصد مبارزه بردن در سلامت باش. راست مقصد برای یک بدخشان مقصد بسیار چی یکجون چی یکی مقصد گپ به حد بعد یکجون ناعدالتی به حد مقصد ناعدالتی بچه‌های جوان همه را سود کردستان ترمه کردستان یکجون در اصل یکجون مرده هر روز یکجون بچه‌ها مرده استند بس نمیکنه یکجون بود در این وطن ترمه 18 سال 20 سال مقصد کشتستان ترمه کردستان خیال میکنن یا دما را بگان اپارات سیراکوپیا کنک سیراکوپیا کردگی بروردگیان که نه دلشون میسوزن نه رحم دارن نکرد بخدون همه مکه حکمتدارا کجورا نگاه دارن چیکو کردستیان نکرد یگان بخدا فقط کار اصونا کفتستیان حکم تروریست اکستریمیست کروک یراق جقیدن فقط کشتن تمام و رای اصونا نمیکن رای مثال رای حال نکفتستان نکرد روی حال مقصد گپ درد مردم گوش کردن در کره قطعی مردم هم فکر شدن در کره 1000 میلیون اهالی خستگی اعتراض استعفا گفته است یا حکم خشنا قانون خشنا جاری کرده است با زوری با گوزوری با آدم کشی با ترس با مقصد گپ با ظلم مقصد گپ نمیشه که جون گفتیم به طرف نباشه مقصد در خالی روزای سختی و پستی قطعی مردمی بدخشان مکجون میگن که فقط شما میبروی گپ میزنی و ما اکای اشون مقصد گپ چند من چرا را گوش میکنم ای چند جو مقصد میگن که شما فقط میبروی گپ میزنی بغیر گپ زدن چیکو میکنی این گپای ما اکجون معنی داره گپای ما مضمون داره که مقصد گپ تمام دنیا میشناسه مقصد میبینه که کیا این حکمت کیا چیکو کردسته مقصد دیگه برادر بدخشان ایمو خفه نشه که شما فقط گپ میزنه یگان کار کردن نمیتونه مقصد دیگه ما قوت با توانایی چیکار کردستیم به خدا قسم و زکه در سر درسم در سر کارم نه که یاد دستم در کار در درس نه که بود دو یاد دست گام در مبارزه که مقصد دیگه چی نباشه مکد در خالی روزای سختی و پستی مثال تنها نگذاره مردم بدخشان بله بهترین پیشنهاد ناعدالتی رفته است یک جنبه است که نه حکومت فقط روی اصولا نکوه نقطه یا قطعی مردم بروی ای تحت دل سیبتن که اصولا گپ زنه مردم چیزی میفورن مردم 50% مقصد خویش مردم اقلا بکنیم 50% 100% شما نمیکنید در حیات لیکن 50% خویش بکنین استعفا که بزنن براون هم رئیس ولایت رئیس قور بالای بزنن براون گم شاف میلیون هم حکومت هم را گیر نخوی با برای یک وظیفه ادگاش بتیم براو ولایت ادگاه بیایا بس که تمام شید خلق توجیک تمام شید هم مقصد دیگه بچه های چند نسل تفا زدیم بس که نه مقصد دیگه بابایشون هم جوده مکجون دستار کارم مقصد پیگیری کردن میگیرم مکجون انشاءالله بومدرو مقصد گپ در ترکو کم ترتبطر میشم بله خب اسماعیل جان این ماراتون دوام میکنه تا شب تا ساعتای ممکن 8 9 10 تا ساعتای 10 شب دوام کنه بود میتونه که در بین بدرویم سلامت باشی واقعا تشکر از برادر اسماعیل واقعا راست میگه نمیشه که مردم با این طریق جواب بده وقتی مردم آزادی میخواه عدالت میخواه مردم حقوق خودت طلب میکنن نباید اینا زندان شوند نباید اینا به قتل رسانده شوند با مردم باید صحبت کرد فکری مردم ها گرفت درخواستایی که مردم میکنن حق خودت طلب میکنن باید اونا اجرا شوند تشکر اسماعیل جان نفر بعدی برادر و اسمی بدخشان بفرمایید بعد برادر سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. علیکم برادر سلام و محسوم رحمت. خوب استی؟ تنجستی؟ انشالله سلامتیتان خوب است. سلامت باشید جناب. موجودیت اکو در وضعیت بدخشان چی گفتنیم؟ خودمو چه حال داریم و در کدام حالت هستیم؟ این برای همه شما معلوم است و اصلا برای خودت معلوم است، چون که شما از زندگی و از طرز و طریق رفتار مردم بدخشان چیز هستید، خبردار هستید. بله. از کجا شهر سر شد این وضع، برای چه سر شد و چه رقم شد، این را که در دست حکومت است و جواب این را می‌آمد. حکومت به جای آن که در اول امی وضعیت ها بی‌زیب شدن، باید با خلق یک زبان می‌یافت، باید خود را در پیش خلق چی میکرد؟ سفید میکرد، باید یک طرز میکرد که خلق باید کمتر چی میکرد؟ باوری به حکومت باید پیدا میکرد. لیکن در حکومت ما همی خیلی است که اونها برعکس میکنند، همی خیلی برعکس میکنند که خلق روز تا روز نفرت‌تر نسبت به حکومت. شاید در حکومت هم یگان شخصان خوب هم یگان شخصان با عدالت هم کار کردن، لیکن همی خیلی کردن که نفرت مردم نسبت به همی حکومت، به همی کنستیتوسیا، یعنی کنستیتوسیا بسیارتر شد. هر روز جوانمردا را کشته هستند. وضع زندگی در بدخشان به حد از مشکل شده است. شما تصور نمیکنید که پیش اگر یک دو لیمچه ارد میخرد، از مردم کیلوکی ارد میخرند. یکم خوراکه نیست، دوم پولم روی کردن نمیتون، مردم کار نیست اوجا. ای راستی یگان جو روی میخوای خودتون دیدین می وضع میخیل چید از اروپا از دیگر جو روی اگر کردن مشکل شده که بود اون رو بود ببینن کی روی کرد به بچه خاطر روی کرد. کنترل به حد وزن‌تر شده است. تظاهرات در هر یک دولت دموکراتی، دولت خود چه خیلی دولتی باشد، هر کس تظاهرات حقوق دارد. برای تظاهرات باید فکر خود رو بگوید، اندیشه های خود را بگوید و خلق از فکر همونها باید به یک چی بیاید، به یک چارچوبه بیاد که مسئله و حل و فصل میشد. لیکن اینو قوت نشون میدن، قوت دارد حکومت، لیکن خلق رو اگر بسیار غم تن قوت رو نشون میدن، قوت بی‌زیبتر میشد. اوز اگر شما بدونید دین شب دامو بدخشان سلطاتو رو اوجه اسیر گرفتن. خاکو سلطات او بیچاره او را موجه پرت افتن، اوز در دست بچون او رو با سر میتن، با او ظلم هم نمیکنه، یکون کس نمیکشن. انشالله خلق اون رو هیچ گونه نمیکنن. با یک چیزی دیگه اومده گویا که توچ نمیم فرمایش توچ نیست، کلون را حتی یکون پیسی چور کماز حتی مو نیومنیکو اوجه قپیدگیان. اگر در دست خلق سلاح بغلطد، شما میدونید این مردم هر خیل است. یک کس مبارز است، یک کس دیگه یگان مثال غارتگر باشد، یک کس دیگه یگان چی باشد. سلاح که در دو طرف غلطید، سلاح آتش میکشوید، تلفات بسیار میشود. لیکن حاضر تظاهرات در بدخشان رفته است. ما حاضر در همه جا میگیم که ما دستگیری میکنیم بدخشان رو، ما همه با بدخشان باید همه جا بخیزن. خب 10 کس هم باشد تظاهرات خود رو ناعدالتی نسبت این ناعدالتی خلق رو چیز دولت بود نشان دهند. در کدام منطقه تاجیکستان نموشد، باید بخیزن. ابی وقت آمده، همین وقت دیگر نمیبیاید. بعد دیر میشود، بعد میگن که چرا ما همون وقت نخیستیم و دستگیری نکردیم و برگاه مثلا نمی اومدیم. این حکومت ظالمین است. چقدر که ما خودمون در دل ما خودمون آروم میکنیم، لیکن این ظالمین است، در حقیقت ظلم نشون میده. به همین خاطر مردم بدخشان روز تا روز از کل همین حکومت دلخنک شد. اما آدم‌ها کم چه میکردن؟ باوری گردن یا دلپوری داشتن. خیلی گفتن که اینا خیلی بدبخت باشن، دو سه تا دیگه با خوبن، لیکن همه فکرشون گشت با حکومت. باوری دیگه نیست.
مردم بدخشان مردمی زنده دل بود، مردم بدخشان مردمی پاک بود، لیکن در درون ما یافتن حراما را، رنگ خودشون حرامشون کردن و آنها رو در بالای سر مردم موندن و خودش آنها هیچ رشد نمیکنن. رئیس ولایت قطعی دیگر مو چاپلوسه یگان چی رشد نمی او موندگی در بالای است رشد میکن دیگر آدمو بازی خودشون ای بالا رشد میکنن ای مرکز. ما حاضر وقت اومدگی اوزگه همه جا نخیزن. ما نمیگیم که روان خیزن چند نه که نادولتی بخیزن ما به دستگیری بدخشان خیزیم دوشنبه خوجند کولوب دیگه منطقه بخیزن در پیش کارخانه دولتی مو در پیش مو حکومت نشون دیگه ما میخواهیم که وضع بدخشان رو آرام کنید. وضع بدخشان رو آرام کردن یک هیچ پرابلم ندارد. کسی که امو بیچاره امو شهیدا را کشت بیا جواب خودشون بدین. شما کشتید انسان خو او یگان چی باشد قانون شکن باشد. هر یک قانون اول چیزی جزای تو را سود میبرورد. تو چی کار کردگی با کدام جزای تو را چی میتن 2 سال میتن 4 سال میتن 10 سال میتن سود تو را جزا میتن. لیکن رنگی سگ برای آدمو را بکشی این در یگان چی طوره نمیبید. نه در دولت حقوق بنیاد دنیوی نمیدونم چی و دموکراتی نمیدونم چی بلو سیاست نام داره نه که یا طوری نمیبید. کنستیتوسیون خود ما نمیره گفته است شهروند سود ولی چه میکند جزا و سود مینویسه که امی با امی جزا داده شود. یا امی خیلی شدگی که اون بچه‌های یوش در اونجا میگه ما از مردن نمیترسیم. انشالله ما پیش میریم بمیریم شهید شویم نمیترسیم. رنگ فلسطین شدگی به خدا فلسطین شدگی فقط فلغمان در دست نگرفته هستند. درست دیگه از فلغمان میگن سنگ قدی میزنن. باز فقط تظاهرات امی تظاهراتی بود تظاهرات چیزی بودی خیلی اگریسیو نبود آرامانه آمدن. لیکن این را سپیڅال تشکیل دادن که در وضع در بدخشان وزنین کنن. وضع در مرز فرخار بیزیب شده. بخون در اونجا چه گپی شد درباره او چیز گپ نمیزنن. در فرخار حاضر مرز چه گپ بیزیب در مرز فرخار شده است. این هم اما سپکتاکل در بدخشان سپیڅال کردیم وش مردم هم همون طرف رواد و در اینجا مسئله خود رو حل میکنن. برای چی؟ مخصوص اگر خوب در یادت است وقتی که طالبان مرزا را گرفتن کی شمسالله سعیدов با طالبان مذاکرات کرد. کلان فروی یا به یگان چونوچرا میگذاشتن. شمسالله ببخشید فرو به یگان پرابلم میرفتن. این تجارتشون میرفت. یگان حکومت تاجیکستان با طالبان یگان گپ هم نگفت هیچی هم نگفت. گپ از کجا پیدا شد که طرف احمد مسعود دستگیری کردن. وقتی که افغانای تاجیک طرف پنشیر گریزه شدن امو در مرز فرخار و امی سویت که امی تریتوریو که امو تاجیکو که امی مواد مخدر کار میکنن افغانا همه امو با اولادای پرزیدنت سر و کار داشتن و همه او ثبتی ویدیویی دارن. چه خیلی ایو پیش اونها میرفتن چه خیلی اونها پیش ایو میرفتن. گفتن که اگر شما ما را دستگیر نکنید دستگیری نمیکنید همه امی ثبتای ویدیویی در همه جا پهن میشن. ایو ای ترس امو سر کردن طالبا را هرچی گفتن و احمدشاه مسعود دستروچنا تحرمان ملت و چه کردن. اوز وضع در اموجا بزیب شد ایو وضع بردن در تاجیکستان تشکیل کردن. در بدخشان تشکیل کردن که خوش مردم امو سترن. خود 1000 مردم بدخشان بمرد هیچ گپ ندارد. آدم حساب نمیکردن. فقط مردم بدخشان میگن که ما از تاجیکستان میبرویم. امروز ما میگم که حق داریم و ما را ظلم کرده ایستن. مردم با همی تیله میکنن که همی کار بکنید جدا شوید. ما ولایت داتاسیونیم. ما خودمون هیچ نداریم. خودتون دیدید کو سنگ خالی راه دریا افغانستان نه کشاورزی داریم
کانایی که دارم او کانام 30% هم کشودگی نیستن و کارم در اونجا نیست. زندگی به حد وزن است، با امی ظلمم در بارو هم هست. نه که همه وقت دعا میکنیم که انشالله آرام شود و تنج شود و آسوده شود، جنگ نشود. ما فقط امیر خوش داریم که جنگ نشود، چون که جنگ میشد کودک همو دهقان بیچاره را در جنگ میپرتویند. جنگ سال 92 می اومدن اسیر میغلطیده، میدیدید کودکا رو میگه که ما را ابلغ میقبید جنگ میوردن، اما فرزندای رئیس یگو از جنگ نمیرود. و شما خیلی مینداره که شما امی پلتفرم را به مردم کشودگی و مردم فکر خود رو میگن، چیزی که در دل هست امو را میگن. ما دیگر راه نداریم. ما راضی هستیم که حکومت بیاد، امی کارگرای حکومت هم امو سیاستمداران بیاد امی پلتفرم گپ زنن، ما سخنان رو بشنویم که فکر ما چیه. شاید امو راست باشن، لیکن ما نمیدونم برای خودشون هم خیلی پلتفرم نمیکشن که با خلق گپ زنن. بعد که ما یک گپ میزنیم ما رو میگن که شما تروریست و اکستریمیست. خیر بیاید حقیقت شما به ما بگید، ما شاید حقیقت شما دیگر باشه، شاید شما دیگر چیزا میفهمید، لیکن برای ما هیچ را نمیفهمونم. ما هیچ وقت تروریست نیستیم، هیچ وقت نمیخوام که خلق وبشه انسان بمرد. ما با آسوده آرام زندگی کنیم، پیش رویم، آباد کنیم. شما آباد کردید، کارخانه ساختید، کارگر تشکیل کردید، کارگرها معاش میگرفتن، خرسند زندگی تنج میرفت. امروز چی؟ امروز یگان کارخانه نیست. یک تکستیل ماش بود 5000 دور شوره 5000 کارگر داشت، حاضر 100 نفرم در اونجا کار نمیکنه، اون تکستیل هم نیست. این خرابی اومده است. من وقت و چیز شما رو حضرت بسیار نمیگیرم و همه وقت دعاگو میگم که برای شما سلامتی و تیزتر به وطن برگشتن. سلامت باشه برادر بدخشان. خدا نگهدار شما در خط باشین. بازی برادر الماس نظر شما میگم بازی با پیمان ملی پاکستان یک اظهارات پخش کرده، اظهارات بعد الماس میخونم با برادر خوشته برادر الماس بفرمایید. این صدا اجازه آراه چیه برادر؟ السلام علیکم بابایشان. حضرتی ایمو بود صدا آراه ایمو بود، ما دخول کارگر بخشش چطور قطع کنین صدا رو چرا میکروفون رو بچم که برادر رو گوش کنیم. باز بعد شما باشین ما چی پیمان همین فکری که شما گفتید پیمان اظهارات است همین رو میخونیم. خب کوتاه برادر الماس و دیگر چند نفر زیادم پشت خط. برادر الماس سلام علیکم بابایشان. یک خبر خوندم تا کدام اندازه را راست است که ما مهاجرا را پناهنده های سیاسی کسانی که میخواهند در افغانستان مقصد قبولشان میکنند. همین تا کدام اندازه را راست است؟ شما تا همین میدونه که مقصد ما را قبول میکنند، ما هم جبریم، ما هم میریم میدرویم به خدا چهره از افغانستان. بابایشان به نام الله کو دل من هم پول نیراز گرفتگی این پاتو خیال میکنن که ما در اروپا گرن زندگی داریم، به خدا از جای کار بنشون تیم دل میشوره. پاتو ما دسترویکا کار میکنیم، در گیجای نباشیم. تو که ما از او میکشیم. به خدا قسم مردم توجی بیای به خدا چهره از افغانستان بیای بریم بدرویم همی سپیچکای بدخشان پریورات رحمانوف شود. به خدا قسم یکم آدمی که میره این همین من قسم خودم که میرم من در گپم جواب میتم. اینا بیاید 10 کس 20 کس 100 کس شیم خزیم بریم به خدا این گفتن قطعی کو گفتن 10 سال شد گفته است جان همه گپ میدونه مردم خودتون به کورکی ندازه به کرکی ندازه به خدا همه گپ میدونه که در دنیا چی گپه. فقط ما اینجا رحمانوف گفته است یگان نفر دیگه همین رحمانوف بره وقتی اولش تمام به خدا بیاید از سر ما پرزیدنت شود. به خدا سلامت باشه یا تا یکی باشه بیاید عدالت. من همین گفتم بفهمم که بابایشان شما تا کدام اندازه میدونه که افغانستان ما را قبول میکنه. میدونه شما همینا. خب سلامت باشه برادر الماس. ان شاء الله ما این ماراتون ما درو تا بگه دوام میکنه. بعد از راهبریت میدروین این سوالا رو با اونا میکنید، چون من راست گپ ببینید مردم باید بفهمن که مردم به داد اومده است. این برادر الماس است که میگه ما از این جبر رحمان باید به خدا با یک آدمی که به هیچ باور نداره با او زار نگن مردم
اوکی خیلی دیگه این ببینید مردم عزیز، مردم با داد آمدن، نمیدونم تا به هر گونه حرکت های دیگه همون افراطی وارد چیزا شامل شدن. امروز مردم دیگه نمیدونن چیکار کنن. مردم به زبان خود گفتن که ما اینجا باید بریم این خیر کنیم. نباید این حکومت باید بفهمه که به مردم جواب ظلم نکنن، دیده و دونستن نگذارن که مردم خود در مقابل اینا نمیدونم با یراق و با سلاح استفاده برن. خب دیگه این مسئله راست که قصاص خوب نمیدونم که جان برادر الماس ان شاء الله آرام تیگر آرام همش خوب میشود. هر یک چیز وقت ساعت دارد. خب برادر خورشید گوش میکنیم. بعد سلام علیکم. خدا نگهدار. چرا بخورم همین اظهارات پیمانه یا که خورشید چی میگوی؟ اول شما رو خیلی بیا نظر خورشید رو بگیریم. ها برادر خورشید. الو. بله بفرمایید. اوضاع میاد. ها اوضاع میاد. گفتانیم ما همیشه پادش که میکنیم خلق پامیرا این ظلمی که حکومتی که گو کلایی که ما مثالی گپ ایمین اسپیциально دینا فهمید مسکو گرفته اومده میگن این وقتی که یک جو رکی میشوه در تاجیکستان یگون چیز سر میشوه این اسپیциально میکنه نه که انشالله به امر پروردگار این امام کدورا کو انشالله آزاد میشوه قریب شدگیه. زنده باشی سلامت. این بدبختی میکنه یک روز باشه دو روز باشه این ایمان هم نداشته بده به ایمان بده ایراد گوکالا نسام هم دیده گوکالا بده برزگاوی تیار برزگاوی زنده باشد. بله که خورشید جان این دائم همه خودش یک حادثه رو ویران میکنه آرام میکنه من تا وقت سفر میکنه پگه گفشا میگه من نبودم خیلی شید نه که مردم دیگه آخه انسان انشار میفهمن. سلامت باشید برادر خورشید جان. ان شاء الله من همین بیانیه را میخوام بعد نوبت با برادری مبارز بشیم. خب اظهارات پیمان ملی تاجیکستان. بیانیه پیمان ملی تاجیکستان عاید ناآرامی‌های اخیر بدخشان. پیمان ملی تاجیکستان استفاده از سلاح و سرکوب تظاهراتگران در شهر خروخ که بر اساس گزارش‌ها حداقل منجر به قتل 2 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد شدیداً محکوم نموده حمایت کامل خود را از مردم عزیز بدخشان اظهار می‌دارد. پیمان ملی از مردم همه منطقه های کشور درخواست می‌نماید که از مبارزه مردم قهرمان بدخشان حمایت نمایند. از نگاه پیمان ملی تاجیکستان اظهارات اخیر دادستان ولایت بدخشان و اعلان مجازات علیه شرکت کنندگان تظاهرات نه تنها دروغ و اتهامات بی اساسی مقامات های تاجیک علیه مردم بدخشان را برملا میکند بلکه دادستانی ولایت با این اظهاراتش ببخشید خب با این اظهاراتش به مقامات قدرتی اجازه استفاده از سلاح ضد تظاهرگران را میدهد که این جنایت علیه بشریت است، مخصوصا علیه هموطنان خود میباشد. پیمان ملی تاجیکستان از تمام نیروهای قدرتی تاجیکستان درک حس و تندرستی و اوامر و فرمانهای رهبران خود خب پیمان ملی تاجیکستان از تمام نیروهای قدرتی تاجیکستان و نظامیان دعوت می‌نماید که با درک حس و تندرستی از اوامر و فرمانهای رهبران خود سرپیچی کنند و علیه هموطنان خود در بدخشان تیر نکشایند و دست خود را بر خون آنها آلوده نکنند و در جنایت‌های خانواده رحمان شریک نشوند. پیمان ملی از تمام کشورهای دوست و سازمان‌های بین المللی طلب می‌کند که برای جلوه‌گیری از کشتار و سرکوب مردم بدخشان تلاش نموده برای رسیدن به خواسته‌های قانونی آنها مساعدت نمایند. پیمان ملی تاجیکستان 17 می سال 2022. خب برادران دیگر اظهارات پیمان ملی تاجیکستان را ما خواندیم دیدیم. خب شروع دید خب در برنامه باز در نوبت استادیان برای برآمد برادر مبارز بفرمایید. بعد مبارز عبدالله کمالزاده باشد. مبارز بدرای بفرمایید. صدای مبارز نه آمده است. مبارز ربه
الله مبارز بفرما کسی از گپ زن در تلگرام فیش کسی گپ زده شما کی هستیم بفرما خب تا بار بردن کسی زنگ داداش بفرمایید برادر سلام علیکم خب یک لحظه شما واتساپ شما یک لحظه مبارز بفرمایید و خب مبارز شما یک لحظه واتساپ بفرما بعد مبارز نوردم کورچا واتساپ چی تلگرام سلام علیکم به هم برادران علیکم سلام صدات پس کمی بلند صدات امی کلکلان دا بدمون زاد خرابی مخینان پومی سر کرده ما نمیتونیم کم تر صدات پس برادر بلند کم میتونی شما صداتونو خب برادر مبارز بفرما مبارز 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 خب مبارز بیا بفرما چی پرابلم با چی مشکل داره این مبارز میکروفونش هست مبارز بفرما اگر نمیتونین در واتساپ زنگ بزنن با واتساپ تماس بگی شماره تلفن نوشته شده است مبارز مبارز با تماس در چه تماس بگی در واتساپ اگر نتونی برادر مبارز خب برادر مبارز نتونستن وارد شده اگر که چرا باشد علاج باشد با چی میدرویند خب با واتساپ زنگ بزنم خب برادران عزیز ارجمند ما برنامه من خوب دوام میدیم تا اون وقتی که این برادرایی که میخواهند وارد شوند خب ما گفتیم که بعضی دیگر نمیتونن وارد شده چون اینترنت ها در بسیار برادرها در کشوری روسیه قرار دارند در اونجا هم خب مسئله دیگه اینترنت ها خیلی هم ضعیف شده به همین خاطر ما گفتیم که خب دوستان کوشش کنند که بعد چی بدرایم خب برادر عزیز خب امروز یک برادر به طریق برادر پیروی اقبال یکی از شاعران جوان شاعری نوقلم ما که خیلی هم جوان است یک شعر امروز روان کرده است برای بدخشان این من حاضر براتون قرائت میکنم و انشاءالله بعد دیگر دوستان وارد میکنیم مرا این ملت بیدار کنون در حال جولان است ورا امروز اندر سینه معوای بزرگان است بگو تا چند در ظلم است و معیوس و پریشان است بدخشان تاجیکستان است بدخشان تاجیکستان است مرا از طالب و از حمله آنان مترسانید مرا از جمع نحس فتنه پردازان مترسانید من از طالب خود ترسم که آن هم در بدخشان است بدخشان تاجیکستان است بدخشان تاجیکستان است هنوزم شاعران از عشق دلبر شعر میگویند هنوزم شاعران از عشق دلبر شعر میگویند دم از ملت افغان و از پنجشیر میگویند اسیر روبه پیرند خود از شعر میگویند اسیر روبه پیرند خود از شعر میگویند مرا در سینه پنجشیرم بدخشان است بدخشان جای شیران است بدخشان تاجیکستان است بدخشان تاجیکستان است سلامت باشید واقعا هم این برادر خیلی هم خوب گفته است دستشان در نکند خب دیگر برادران عزیز ما و شما خب کنی حاضر بله واتساپ بفرما السلام علیکم برادر علیکم السلام این چی گپ من نو در اومدم این دا امیر جنگ رفتسته
بله از دین روز مردم بدخشان خب یک تظاهرات مصالحت آمیز کردند و از مقامات تاجیک بدخشان از مقامات حکومتی تاجیکستان طلب کردند که دیگر ناعدالتی و مردم از زندان بردن و خب مردم به قتل رساندن بس کنند. خب رئیس ولایت بدخشان که امروز خب دیگر در بدخشان نتوانست مردم دیگر چه میگن عدالت جاری کند، قانون جاری کند، به استعفا برود و دیگر روز خب دیگر سوی مردمی که تظاهرات کردند تیر پرانده شد. خب تا امروز 2 نفر به شهادت رسانده شد و نفران زیاد زخمی شدند و عکس یک نفر و نام یک نفر از شهیدان بدخشان به نام ضمیر نظرشایف اینجا به ما فرستاده شد که این جوان 30 ساله را به شهادت رسانده. شما اگر یکم چی گفتنی باشید دو درجه بفرمایید. این بارپدری رحمانوف نالات باور کنید این رحمانوف این نه یهودا این بیزبوجنیکا این عدالانه این ایگوجو پیدا شد نمیدونم این خلق برای چی این مردمی توجیه خپا باور کن همیو را میبینیم که ما میگم رحمانوف با تجاوز کن توجیه را با پارونوش با کشوش این توجیه یک چوموهای به فکری ما نمیخیزه باور کن چی خودش طلب نمیکند نمیدونم برای چی ما همیو را میبینیم بعد میگم بدتر کنه رحمانوف باور کن برادر نمیدونم این توجیه کود چی بلو زده همین کنلیسی ترسونچک شده که نه در تاجیکستان قدر داره نه در روسیه قدر داره باور کن نمیدونم برای چی توجیکو این حق خودشون چی نمیکنن طلب نمیکنن. خب انشاءالله دیگر ببین ظلم چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد. امروز مردم من خستیان فقط امروز نباید که مردم بدخشان تنها بمانند. از مردم بدخشان برای از چی مردم مردم بدخشان فقط برای چی و برای چی سعودیان نمیخیزن کلوبیو چی و نمیخیزن چه دوشنبه نمیخیزن چی و این شهری توز نمیخیزه چه یوم نمیخیزه چه اینا نمیخیزه یا مردمی و تاجیکستانی نیستن چی و این خپانیو باور کنه توجیکو همیش ما بیناموسیم همین آوازی من کمی میشنوه که میدونه برای کی این گپو برای کی های برای که گوش میکنه و برامده گاب نمیزنه حقی خود چه برای هم وای کمی که برامده گاب میزنه و داخل نداره کمی که گاب نمیزنه و خب میگرده برای هم وای بیناموسین توجیکو تجاوزتون کردن زنتون بردون تجاوز کردن دخترتون تجاوز کردن باور کن خودتون هم تجاوز کردیستن خبین باور کنین نمیدونم برای چی این توجیه اینقدر بیناموس شده باور کن من میورم میبینیم که بدتر کنم این تاجیکستان باور کن همین دخته فروش هم که من نبینم دیگه از او همین توجیه رو باور کن نمیدونم این چومو شده توجیک نمیدونم دامی دنیا ما چومو شده می توجیکو نمیدونم چی بگم با برادر واقعا هم وزمینه واقعا هم یکم حرفی مشکل آخی نمیدونم چی بگیم خداوند خوار کنه این ظالم مال سلامت باشه برادر من امیدوارم تا حالی امیدوارم شیطان ناامید است من امید دارم که میخیزه امروز پگه میخیزه توجیه باور کن جانم درد میکنه دلم درد میکنه این حالا میبینم که دلم درد میکنه برادر که برادرای ما هم خضاب میکشن در عذابم سلامت باشه برادر مبارز خداوند شما را نگه بداره خداوند شما را حفظ کنه زنده باشید سلامت باشید. خب نفر بعدی دیگه کسی زنگ زده پیش از این بفرمایید. خب دیگه همین خیلی است ان شاءالله که خداوند ما امیدواریم که خب مردم ببینن همه مردم دیگر به داد آمدن نمیدونن چی بگیرن چی کار کنن دیگر خب دیگه کارایی نمیدونم خدای توبه. خب برادر دیگر کسی زنگ زده بودن خب اگر بتونم وارد چونه کسی زنگ زدم خب بله واتساپ فرمون نفر بعدی Иди нахуй, долбоёб, бля. اینا لعنتی ها رو بین گبزنش بین بیا بفرما. خب محمد اقبال صدردین وارد شده از نوبت محمد اقبال صدردین میتیم.
خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگویشون خطاب بسیار بعد عصبی نکن با او واتساپ قطعی مهم نیسته برادرایی که وارد میشوند و همونو صحبت کنه انشاءالله که افرادی که استخدام میشوند از طرف رژیم برای باز هم حمایت نمودن همین رژیم با اونها صحبت کردن غیر امکان و غیر منطقی است و فراموش نکنید که ابو جهل مسلمان شدنی نیست و امکان ندارد که این افرادی که از رحمان و رژیم ظالمانه او حمایت میکنن اونها اصلا با درد و آن چیزی که این ملت تا امروز درد و رنج کشیده است اونها را اصلا نمیبینند و ندیدند و اهمیت هم نمیتیند. به همون خاطر ما تمرکزمون بالای مردم مظلوم کنیم که دقیقاً 95% مردم تاجیکستان مظلوم هستند و تنها همون افرادی که با رژیم رحمانوف هستند و خیش تبار نزدیکان و اونانی که از وجود این رژیم برای اونها نفع و فایده است برای آینده ظلم اونها همیشه کار میکنند که تا همین رژیم باقی ماند و اونها ظلمشون بالای 95% ملت تاجیک و ساکنان و شهروندان جمهوری تاجیکستان یعنی کارشون انجام دهند. به همون خاطر انشاءالله تمرکز و آن چیزی که ما انجام میتیم به خاطر این وطن و این مردم و اکثریت قاطع و شامل ملت و مردم تاجیکستان است که مردم تاجیکستان باید دیگر بیدار باشند و الحمدلله هیچ چیزی باقی نمانده است از جنایت های این رژیم خوناشام که تا امروز ما نگفته باشیم و تقدیم ملت و مردم نکرده باشیم. هیچ نفر از مقامداری بلند رتبه و والا مقامی این رژیم نمانده است که ما در مورد اون جنایت های اون عمل های شنیع و پست اونها نگفته باشیم. یک دولت دیگر باشه اگر باور بکنید به یک مسئله عادی یک مقامداری که زیر اطاعت او چند ارگان هست یا اینکه چند نهادهای دیگر را اداره میکند اگر نشر شود تمام مردم با پا میخیزند و میخواهند که اون از کار رود یا اینکه چنین شکل ادامه دیگر پیدا نکند. ولی یگانه اون چیزی که برادرها با زبانی رکیک میبرویند صحبت میکنند که ملت تاجیک این شده است و آن شده است، واقعا ملت تاجیک شکستند. وقتی که شکنند بعد به همین حالتی پس میای قرار میگیری و ملت تاجیک واقعا رژیم رحمانوف امروز به یک حالتی خاری و زاری آورده است چه در داخل و چه در خارج. ولی افرادی که باز هم از این رژیم حمایت میکنند باور بکنید وقتی سقوط رژیم رسیده است دیگر حمایت شما از این رژیم نمیتواند که در سر قدرت باقی بماند. یگانه چیزی که ما و شما را اتحاد میکند اتحاد کلمه است، اتحاد کلمه و برای یک چیزی که آن پاره خاک این وطن و این سرزمین است که آن بدخشان است و مردم بدخشان مردم سلحشور، مردم بیدار، مردم یعنی که دارای طینت‌های والایی که هر یک مردم و قوم و نژاد در خود دارد و نمادی واقعی ملت تاجیک این مردم بدخشان هستند که خواری و ذلت و یعنی که آن تحقیرهایی که رژیم رحمانوف و مقامات او بالای تمام ملت کرد تا امروز آمد ولی مردم بدخشان یگانه مردمی هستند که نتوانستند پیروی کنند. یعنی که طاقتی در داخل خودشون نگه داشتن آن چیزی که رژیم بر علیه مردم کرد و آمد اخیراً خواست که نقطه آخران و بیرق خودش در اونجا بزند ولی نتوانست و باید تمام ملت و مردم بداند که بدخشان آخران نقطه ناموس و ننگ این ملت است و اگر نقطه ننگ و ناموس این ملت تجزیه شود، محو شود، نابود شود یا اینکه خفقان شود پس این مردم و ملت دیگر جمع شدن در یک کلمه، جمع شدن در اطراف چیزی از غایه‌های ملی و تندرستی و یا اینکه دینی هر چیز دیگه جمع شدنشان خیلی مشکل است. به همون خاطر تمام مردم باید آگاه باشند که نباید مردم بدخشان نباید آن حالتهایی که در بدخشان میگذرد به کشته شدن حالا فعلا 2 نفر میگیم ولی معلومات هایی که به ما رسیده است حدود 25 نفر بازداشت است و 10 نفر وقتی که دیروز معلومات رسیده به 10 نفر و این صبح از مقامات وزارت کارهای داخله به اصلاح نوشتند که 25 نفر در بازداشتگاه قرار دارد و این دلالت بر آن میکند که باز هم بازداشت و باز هم سرکوب و باز هم
یعنی وضعیت ملت و مردم وخیم کردن رحمانوف در بدخشان شروع کرد. وقتی خودش سفر میکنه یک جا، در حال در اونجا یک مصیبت شروع میشود. میخواهد برای جهانیان بگه که نه من نبودم، این سیلویکو یا که مقامات قدرتی من انجام داد، در حالی که در تاجیکستان هیچ مقام قدرتی چای نمی نوشد به اجازت رحمانوف. هیچ مقامات قدرتی ارشد و بلند رتبه بدون اجازه رحمانوف و عائله او یا کوراتوری که از طرف عائله تعیین شده است هیچ کاری را انجام نمیدهد. به همون خاطر هرگز این ملت و مردم نباید از خاطر برارند که هیچ چیزی در تاجیکستان بدون امر و فرمان رحمانوف صورت نمیگیرد و این هم یکی از سناریوهای شومی همین یعنی کلاغاوسی رحمانوف است که مردم و ملت تاجیک در همین حالت خفقان قرار داده است و در حالت تنگنای جانبرایی قرار داده است. وضعیت وخیم اقتصادی یک طرف، مهاجرت کاری از دیگر طرف، سرکوبی آزاداندهشان از دیگر طرف، زندانسازی مردم بیگناه از طرف دیگر، کمبودی تمام مواد خوراکا و گرانی قیمتها از طرف دیگر، همش یک طرف، ولی باز هم هجوم و یورش بر مردم آسایشته کرده است. دیروز در شبکه فیسبوک بعضی از چاپلوسان یا همون کارمندان فرمای جوابی که تابع کمیته امنیت ملی هستند می نویسند که عکس را ببینید، یک بدخشانی بیرق تاجیکستان در پشت بسته است، ببینید روش بار کرده است، برآمده است. آخر اگر شما وقتی که مردم بدخشان در ماه نوامبر با میدان برآمد و حمایت از کشته شدن گلبدین غورمرگ کردند و خواستهای اونها گذاشته شد با کمیسیون 44، چیکار کردید با اونها چیکار کردید؟ هر یک کدام اونا دلای جنایتی شدن، هر یک کدام اونا بازداشت کردن شروع کردن، برای هر یک کدامش کار انجام دادن که اون از تولد شدگیش پشیمان شود. پس ای بچه ایشان خود با فکرم که صدا کام پس بلندش که من کم تا ای تکنیکوی ما یا که از محمد اقبال بایش صدا خوب مهم که همین مسئله ها هستن. خودت ایشون در استودیو کم میشنوی، همین کم ترک بشنوی بس مردم میشنون، خودت اصلا اهمیت ندید. کم ترک صدا میشنوید در رسید اهمیت جدی ندید، در همون وقت در استودیو صدا هم تا پاس میآید. خوب یعنی که آن کارهایی که با مردم و با گروه 44 یا که کمیسیون 44 انجام دادن، همه ملت و مردم در طول این از ماه نوامبر تا به حال معلوم بود که چی کارها انجام دادن و این دلالت از آن میکند که وقتی یک بدخشانی با میدان میبراید و اعتراضی آرامانه خودش میخواهد انجام دهد، وقتی روش پوشان برآمد بعد اون شد تروریست، اون شد یک شخصی که گویا که خشونت آفر و خشونت آمیز. با مقابل رحمانوف همیشه من تکرار کردم که نباید با چهره آشکارا آنانی که در روسیه هستند در کجای هستند برآمد کنند و کار انجام دهند. چهره آشکار برآمد کردن مردم این دلالت از آن میکرد که بخیزه رحمانوف میگیره زندان میکنه. من حالا هم از همون فکرم نگشتم و در میتینگ اشتراک کردن این که یعنی که یک نفر چهرهش پوشانده است، این دلالت از میتینگ یا اینکه تظاهرات خشونت‌آمیز نمیکند. این دلالت از آن میکند که مردم با مقامات امنیتی و قدرتی دیگر باور ندارند. دیگر ملت باور ندارد از هیچ مقام قدرتی رژیم رحمانوف. هر نفر را که فرستاد به بدخشان پس از برکنار کردن یادگار فیضوف، اون به این مردم غیر از یعنی کارهای بد دیگر کار انجام نداد. این دلالت از آن میکند که رحمانوف میخواهد بدخشان را اچیز کند و تازه کند از افراد بیداردیل و افرادی که در فکر حمایت مردمی خودشان، مردمی که در اونجا زندگی میکنند میخواهند حمایت کنند. رحمانوف تنها و تنها تا امروز هر نفری که صدا بلند کرد، چی اون کوهکن بود، چی اون عالم بود، چی اون معلم بود، چی اون ملا بود، چی اون تاجر بود، هر کسی که بود، اگر رحمانوف در اون یک چهره میدید با بهانه ساخته اون یا اینکه زندان میکرد یا گرفتار هزار مشکلات های دیگرش میکرد. با همون خاطر رحمانوف
هیچ نفری که عزت و آبرو داره، هیچ نفری که در کشور زندگی کند و اون کم ترک معروفیت داشته باشد، رحمانوف باید از اون صرف نظر کند، با هر راه و وسیله باید اون زندانی کند. به همون خاطر مقامات کمیته دولتی امنیت ملی کارهایی که انجام داده است و تحلیل هایی که از طرف بعضی از کارمندان فرمای جواب صورت گرفته ایستادند، این دلالت از ناکامی همین رژیم میکند. این دلالت از آن میکند که رژیم در یک حالت تنگنا قرار دارد، نه از حالت اقتصادی مردم یعنی به یک شکل خوب تانیست است که مردم به حالت بهبودی برد، و نه این که میتواند وضعیت مردم آرام از نگاهی یعنی که معیشی کند، نه از نگاهی حقوقهای فطری یک شهروند که باید دولت حامی آن باشد تا اینکه طبق آنچه که در سرقانون آمده است عمل کند. رژیم رحمانوف امروز اصلا نمیتواند که هیچ چیزی را برای این شهروند کشور انجام دهد. به همون خاطر باید شهروندان کشور دیگر بیدار شوند. ما از گفتن دیگر خسته شدیم. هر روز ما یک برنامه از جنایت‌های رحمانوف، از مقامدارانش، از هر نفر والا مقام این رژیم میگیم. این گفتنهای ما دلالت به یگان فیلم‌های سریال نیستند که شما تماشا کنید، چای کبوتر در پیشتون مونت بخورید. وقتی شما دیدید شنیدید، اونا باید رسونید، اونا باید ابلاغ کنید، اونا باید بفهمونید به هر نفری که ندیدن او را نمیدونند. دعوت کردن باید شروع کردن در کار است. دیگر خاموشی ایستادن در مقابل این و انتظاری ملائک شدن یا اینکه ملائکه بودن که فلان ملائکه آسمان میان نازل میشه و ما را نجات میتیه، هیچ نفر ما را نجات نمیتیه. نه روسیه ما را نجات میتیه و نه طالب ما را نجات میتیه، نه یگان نفر دیگر. پشت من و تو را تنها خودمون میتونیم که خوریده. انگشت ناخون من خودت میخوره پشت من و تو را. با همون خاطر منتظری نه طالب شو، نه منتظری یگان گروه از یگان جای دیگه باشه. ما نیاز به یگان گروهی از یگان کشور دیگر نداریم. ما همه مردم شهروندان کشور هستیم و باید که با خواهش خودمان ما همین رژیمی که بر سر ما ظلم دارد با راه مسالمت آمیز باید برای او بگیم که ارحل برو، دیگر تو برای ما حاکمیت کردن نمیتونی، دیگر از حاکمیتی خوناشام و رذیلانه و پلیدانه تو ما خسته شدیم. و همون خاطر این مردم باید همه به یک جایگی باید چی باشن؟ همه بدخشان باشیم، همه بدخشانی باشیم، همه مرد و زن ملت باید با پا بخیزد و طلب حقوقهای فطری و شهروندی و کانستیتوسیونی خودشا بکنه. اگر ما وقتی این کارها را انجام ندادیم، پس شما باور بکنید که وضعیت ما روز به روز وخیمتر و بی‌زیبتر می شود و هیچ کار کردن نمیتونیم. چنانه که در کتاب‌های فکری می آید، یعنی که میگه وقتی که آمدن در آلمان، میگه گفتن که ناتسیست کسی است باید که همون ناتسیست یعنی که در قدرت باشد و سوسیالیستا را باید که از بین بردن در کار. میگه من گفتم من سوسیالیست نیستم. ناتسیست اومد سوسیالیست کشت. میگه بعد از اون ناتسیست باز همون ملتچی اومد گفت که هر کسی که کمونیست باشد باید کمونیست کشته شود. میگه گفتم من کمونیست نیستم، کمونیست کشت. میگه با کم ترک گذشت، میگه با ناتسیست گفت که باید فلان کار دیگر انجام داد. میگه اونم کرد، گفتم من اون شم نیستم. میگه همین خیلی آمد تا اینکه نوبت به من رسید. میگه من گفتم که آخه من با هیچ کس نبودم. گفت بله تو امروز با هیچ کس نبودی، ولی امروز که با ما نیستی تمام تو دشمنی ما هستی. یعنی ما را به قتل رسوندن. دولت برای این میکند که امروز اگر من و شما بگیم که ما بدخشانی نیستیم، بگذار مردم بدخشان بکشه، و خدا قسم نوبت به من و تو هم میرسد. نوبت به من و تو کایها بود که رسیده بود، ولی امروزها دیگر رحمان و با مانند سگ دیوانه شده است. برای به قدرت رساندن پسر و اداره کردن قدرت در یعنی که با وقت‌های طولانی تر، این دلالت بر آن میکند که رحمانوف از قدرت رفتنی نیست و امکانی از قدرت رفتن فکر میکند که جانش و نجاتش از مرگ و حفظ و حمایه عائله بی صاحبش تنها در قدرت ماندن است. در قدرت ماندن نی رحمانوف دلالت بر مرگ من و تو، مرگ خواهر و برادر من و تو، زندانی شدن نزدیکان من و تو، نزدیکان من و تو باید که مهاجر و پناهنده شوند. تمام بدبختی ها را بر سر ما بقای رژیم رحمانوف آینده به بار میارد. یگانه راهی که من و تو میتونیم انجام داده، امروز باید بر علیه رحمانوف با پا بخیزیم
و برای او بگوییم که رحمانوف دیگر جای تو قدرت و اداره این ملت و مردم نیست. میدونیم رحمانوف ظلم کرده، جنایت کرده، میدونیم رحمانوف تو دیگر اداره قدرت برای تو مرگ و حیات است. ما میدونیم که از قدرت رفتنی تو عزیز ما را وضعیتش بزیب میشود، تو فکر داری، ولی این ملت قصدگیر برای اون جنایت های انجام داده این افراد جنایت انجام دادن میکنن. ما اگر به مانند تو نامرد باشیم، ما اگر به مانند تو اون کارهای انجام دادی، فکر نکی که این ملت میآیه هر نفری که بیگناه هست اونها را از دم تیغ میگذرونن. این ملت ملت قاتل نیست، ولی ملت قصدگیرنده است. ولی بار دیگر میگیم بقای تو در قدرت حمایت و حفظ اویلت نیست. بقای تو در قدرت نابود کردن اویله خودت است. بقای تو در قدرت انا همون آزاده و خوب آزاده که جنایتکار است معلوم است دیگر، ولی اون افرادی که از اویله تو یعنی که یگان کار ند کردند خوب دیگر اونها همچون اویله تو هستند. تو با اونها اگر برفتن ظلم تا کمتر میکنی. تو فکر نکنی که من اگر در قدرت باشم آینده یعنی که من میتونم که حمایت کنم بچه آزاده و حمایت کنم بچه یعنی که دختر دیگری ما و فلانی یعنی که رستم شو و فلانی شو و فلانی شو دوما. نه، این فکری رحمانوف خطا است و باید این ملت باید خوب بدونن و بفهمن که ما و شما تنها و تنها با استقامت کردن و پایدار بودن با این مسئله میتونیم که وضعیت و حالت خودمون تغییر بدیم و در غیر این حالت خیلی وضعیت بی‌زیب می شود و وضعیت از اون حالتی که ما اوتو قرار داریم هموطن گرامی بی‌زیبتر و وخیمتر می شود. امیدواریم که انشاءالله مردم روز به روز بیدارتر و آگاهتر شده ایستند و در قضیه هایی که در کشور میگذرد خاصتا مسئله بدخشان و یورش ها و قتل و کشتارهای بی‌رحمانه رحمانوف دیگر خاموش نمی ایستند. دیگر سپکتاکل های سیاسی و کمیته دولتی امنیتی ملی را به حقیقت واقعیت باور داشتنشون دیگر باور نمیکنند، چون که ما نه رحمانوف باور داریم و نه مقامات قدرتی رحمانوف. انشاءالله که روزی با پاخستن ملت و در مقابل رژیم استبدادگر رحمانوف ایستادن و قد علم کردن و طلب کردن حقوقهای فطری خودمون رسیده است. اگر امروز ما مردم بدخشان بگذاریم به حالت خودشان، پس باور بکنید هیچ کس به حالت ما و تو دیگر رحم نمیکند. هر کاری که کرد یعنی که علاوچیف گرفت آورد درست کرد، چهارشنبه گرفت آورد درست کرد، چقدر بدخشانی دیگر منوچهر را گرفت، هر کسی را که تونست گرفت زندانی کرد و هیچ کس چیزی نگفت. امکیای علاوچیف چی میگن؟ امردین علاوچیف او امردین اکوی علیم برآمد گپی دروغ گفت، غلط گفت. انا که 18 سال شده که امکیش خبره گپ زد، برای چی گپ نمیزنی؟ برای چی؟ برای آنکه میترسن. انا وقتی ملت و مردم یک جای میخواستن میرفتن برای طلب آزادی اون، رحمانوف نمیتونست این کار کرده. رحمانوف بزن این ملت رحم نکرده است. رحمانوف با مسافر این ملت رحم نکرده است. با خدا قسم شخصی از رحمانوف حمایت میکند یا دیوانه است یا احمق است یا اینکه یک چاپلوسی کنچینی است که رحمانوف حمایت میکند. او حمایت از رحمانوف تو گویا بر پدرت لعنت خونده استی. حمایت از رحمانوف گویا بر مادرت لعنت کرده استی. نفقه مادرت 80 سوم چگونه از رحمانوف حمایت میکنی؟ پدرت به یک حالت وضمی زندگی داره، به خاطر چی از رحمانوف حمایت میکنی؟ دامادت همراه فرزندت در روسیه در حالت ناگوار قرار دارد، به خاطر چی از رحمانوف حمایت میکنی؟ من از اینجا خواهش میکنم از مقامات قدرتی که شما به طرف ملت باید بر بگردید. مقامات قدرتی کشور خاصتا افرادی باننگ ناموس و آنانی که دارای یعنی که یک تینت انسانی و ملی دارن نباید از رژیم رحمانوف حمایت کنید. شما حمایت کردن از رژیم رحمانوف در اون وظیفه چکایی که هستید تا ابد نمی باشید، ولی باور بکنید یک کار کردن ضد این رژیم خوناشام آینده نام شما به نام قهرمان‌های این ملت ثبت می شود و کارهای شما در داخل تاجیکستان انجام میتونه دادد. مقامات قدرتی هیچ نفر مخالفین در خارج کشور انجام داده نمیتونه. ما میتونیم مردم جمع کرده، ما میتونیم مردم آماده کرده، ما میتونیم مردم فکرن یعنی که آماده به کار کرد، ولی کارهای عملی که شما مقامات قدرتی و وطن دوست و ملت دوست انجام داده میتونید هیچ نفر کرده نمیتونه. جان این ملت در دست شماست. مقامات قدرتی، مقامات امنیتی با ناموس،
شما در فکر نجات این وطن ملت باشید. رحمانوف و آیله بوگین رحمانوف برای من و تو یگان نمود خیلکار نفع ندارد، نه بر فرزندی تو، نه به همسری تو، نه به پدر و مادری تو فایده رسانده میتوند، ولی تو میتونی که هم به نزدیکان خودت و هم به ملت و وطنت خدمت کنی. رحمانوف تو امروز هر کاری کرد دیده نتیجهشه، هم خدمت میکنیم یا با زن تقارت میکنه رئیست. برای چی؟ برای اینکه به مانند غلام کار میفرمان شما را. وقتی که تو میخواهی که یک فرزندی برومند این ملت باشی، یک فرزندی قهرمان این ملت باشی، پس باید در قطار این ملت، پس باید با این ملت باشی تا اینکه ملت افراد قهرمانش هیچ وقت فراموش نکرده و فراموش نمیکنه. خوب بابایشون انشاءالله که تا همین اندازه تونستیم صحبت کرده. امیدواریم که برادران و خواهران در قضیه‌ای که امروز به سر ما آمده است بی تفاوت نمی باشند و کار برای وطن، ملت و عائله خودشان انجام میدهند. هر کاری که من و تو انجام میدیم به خاطر عائله خودمون است، قبل از اینکه به وطن و ملت خدمت کنیم. به خاطر عائله خودت حمایت کردن در مقابل رحمان و عائله یعنی به صاحب یعجوج و معجوج او قرار گرفتن است. سلام علیکم. سلامت باشید برادر عزیز محمد اقبال صدرالدین. خب رئیس پایگاه اصلاح امروز با این حالت با ما صحبت کردن. ان شاء الله باز امیدوارم که این ماراتون ما دوام میکند تا شب، تا یک قسم شب و داملا ان شاء الله در خدمت ما شما است. تشکر داملا محمد اقبال. خب برادران عزیز از یک بنابرت با واتساپ نوبت میدیم و بعدا تاجیکستان 02 را نوبت میدیم که بعد برادران بنابرت صحبت کنند و کوتاه خب که به همه اینایی که پشت خط هستند نوبت داده بشود. چند نفر از واتساپ زنگ زدن. خب اینا رو اگر تونیم پیوست کرده. خب الو بفرمایید. بله. علیکم سلام. نه به سلامتی خوب است. خدا را شکر. سلامت باشید. شما خوبید؟ سلامت بفرمایید. برنامه لایفی شما را نگاه کردیم برای در باره بدخشان. دیدیم که دیروز بود پیروز بود یک تظاهرات کلان شده که برادر ما شهید شده اونجا. بله. درست است. من چی گفتن دارم در این قضیه؟ اولش که بسیار صبر جمیل و برادران بدخشانی ما و دومی این که من گفتنی هستم که دیگه بس است این ظلم، بس است این صبر به ملت ما. این روز آمده است که ما باید دیگر بخیزیم. شاید با در اینجا سوال پیدا شود که چرا همه میگه بخیزیم اینه که میشه نمیخیزن. اولین این آدم اینه من تیار، شخصا من تیار. ما دیگر این ظلم رو تا حد نمیتونیم کردن. روز ما نیست که یک شهید دو شهید ما را از برادران بدخشان ما، از برادران همسرحد ما، اون سالدات هایی که در همسری در گرانیت ما یعنی سودگی هر ما یک تعداد هم رئیس این بودست است که ما فقط بخیزیم و عمل بکنیم. بس از این گفت زدن، بس از این بر پریزنت بعد وقتی ما گفتم فقط ما باید این روز عمل کنیم. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. خب یک جهان تشکر. ان شاء الله امیدواریم که خداوند خودش ظالم را نابود میکنند با دستی ما و شما برادران عزیز. تشکر از شما. خب برادر تاجیکستان 02 خیلی وقت در وقت است از بنابرت با اون برادران که در برنامه وارد شدن میگم تاجیکستان 02 بفرمایید. تاجیکستان برادر تاجیکستان 02. خب برادر تاجیکستان 02 نتونست برادر دیگره وارد که یک سوال اینا برادر سوال بفرما. برادر یک سوال وارد است. خب تاجیکستان 02 نتوانست. خب صداش نبرآمد. این برادر
یک سوال با اسم یک سوال کسی وارد شده است. بله الو بله بله. السلام علیکم برادر. علیکم السلام. استوده ها؟ بله بله برادر جان، شما در استودیو در شبکه پیمان ملی تاجیکستان در برنامه ماراتون حمایت از مردم عزیز بدخشان قرار دارید. بفرمایید ما شما را میفهمیم. السلام علیکم، منم از بدخشان، تاجیک بدخشانی ام. زنده باشی تاجیک بدخشان، سربلند باشی. برادر من یک سوال برای برادران تاجیک دارم. خب انا اینجا در می نویسم برادران بدخشان ما قطعی شما، اکنی شما قطعی مایی. الو بله بله، من شنیدم سوالتون دیگه. دوستان در استودیو در افیر صدای شما را میشنوم. من نمیبینم کنی این برادران تاجیک کنی ریش و میش و کلان بوزه غافزانه چه میترسن اینا این رژیم های؟ چه میترسن اینو؟ زنده باشی برادر عزیز. انشالله امید دارم که مردم بیدار شده ایستادن. انشالله این خون شهدایی که در بدخشان ریخته شده به جواب نمیمونه. تاجیک شکستن، تاجیک شکستن. یک تاجیک ما این بدخشانی مانده. تاجیک شکستن. هیچ کس همه میترسه این رژیم ها. سلامت باشید، زنده باشید. انشالله صدای شما را مردم شنیدن. ما امید داریم برادر بدخشانی که مردم بیدار میشوند، انشالله از خودشان هم نه تنها از مردم بیزار نمیشه. کونش شطور در زمین میفرا با بیدار میشود. واقعا گپ شما درست است انشالله. بله بله. سویاز نیست. سویاز از صدات میاد برادر، صدات میاد. خب سلامت باشید برادر عزیز. خب تاجیکستان 02 یک برادر سوال کرده است که برادرشون استاد محیدین کبیری رو دعوت کنید. یک کس در چی نوشته است در افیر، استاد محیدین کبیری ساعت‌های 5 شاید وارد شوند، خصوصا برنامه مخصوص میکنن که مثل ما بعد 3 ساعت دوام میکنند. برادرها میدارم. خب برادر به نام صالح بفرما. سلام علیکم. علیکم سلام. انشالله خوب است یکم. چطور جان؟ زنده باشی در نام جان. بفرما. خداوند خار و ذلیل کنید سایتونی تاجیکستان که باور که به حد غمگینیم، اما دست پامون بستگی نمیدونیم چی کار کنیم. خواه توسط این راه ها باید مردم تاجیک چرا 30 ساله خونش میریزه باید بیدار شود، یا که حال هم قوم پرستی موندگی که او پومیری های ما خیلیم ما خیلیم، значит حال هم قوم پرستی هست که نمیخستن برای هموطن خودش، برای گفتی که برادر خودش بخیزه، یا که یگان گپی بگه یا که یگان کار باید برای برادرش بکنه کو شرم نمیکده باشیم. پومیری هم آدم های ما هم آدمیم، او هم برادر ما های ما هم برادر اویم. شیبه خیلی دیسته باشه مردم تاجیک ناموس کجا شد؟ ناموس رحمانوف گرفت، بی ناموس شدیم رفتیم دیگه. نمیدونم خدا صبر بتا با مادر که فرزندش هست دست داد، با خدا به حد غمگین شدیم. زنده باشه، سلامت باشه دادر جان صالح. خداوند نگه انشالله. من گفتم که هیچ ظلم به جزا نمیماند، هیچ خون شهید انشالله که دیگر کارش میکند بر این ظالما. روز میشود که ای کار خودشون پشیمان میشن. رحمان برای فرزندان خودش پدری خوب نکرده، چیز برای آیندهشون. رحمان برای ملت هیچ خوبی نکرد، ولی برای همون پسرها و دخترای خودش پدری خوبی نبود، پدری خوبی نکرده است. این خیلی
آینده های بد دارد. تشکر از برادر سوالی. خب دیگر با نوبت گفتیم دوستان عزیز سلامت باشی اکرم، چطور الان یابو؟ زنده باشید، در نام جان بدعا باشید. خب برادر دیگر هم سلامت از باش. واتساپ زنگ زده بودم که اگر شود از با برادر تاجیکستان نالدان وارد شده است چی کنیم؟ از یک تا بنابرای از نوبت واتساپ این برادر زنگ زده بود، از این اجازه میکنیم منتظر باشیم این کس اگر سخن شب کنم. خب تاجیکستان نالدو شما وارد شده میتونید؟ چند بار تاجیکستان نالدو درما نتونید. تاجیکستان نالدو بلندگویا که خاموش میکروفون کشتگر میکروفون تا گردان که وارد شو. مبارز چی تاجیکستان نالدو تاجیکستان نالدو نتونید. اگر تاجیکستان نالدو بتونن من میتونم که وارد شوم. خب تاجیکستان نالدو نتونست که میسر دمیر بیکوف که کنی پیشتر بیارش دادن. میسر دانایار بیکوف بفرمایید. میسر دانایار بیکوف برادر عزیز میکروفونتان خاموشه برادر میسر دانایار بیکوف نتونست. تاجیکستان هم نتونست وارد شده. برادر عزیز تاجیک الو واتساپ بفرمایید. لبای بفرمایید. علیکم سلام. ما در مورد مردم بدخشان گفتنیم که باید مردم تاجیکستان دیگر منطقه و مقصد تنها نگذارن برادران بدخشان رو. این برای ما یک مقصد خیلی شانس خوبه، بهترین شانس برای ما. باید تمام مردم تاجیکستان باید حاضر بخیزه در هر یک ناحیه. زنده باشی برادر عزیز. این مقصد قطعی رژیم به خوبی نمیشه و این رژیم هیچ وقت به خوبی مقصد از سر قدرت نمیره. گفت همون استاد که مویدین کبیری ما باید خیلی که همون گفت بهترین سخنان را گفت. باید دیگه ما خاموش نیست. سلامت باشه. کم ترک بلندتر اگر گپ زنید صداتون. مردم نه مقصد اپوزیسیون. خب چیپ غیر سلاح ما باید این رژیم های باین باره بس خاموشی، بس ملت تاجیکستان، بس ما باید یک کاری کنیم که پدنالت کسافت ما باید از سر قدرت گم کنیم. این باید نزد ملت جواب بگه. باید این باید نطوری جواب بگه. خیلی امیر رحمانوف با کونش باید جواب بگه. پروست اتاق نه با کونش نگه چارزانو باید بشینه در پیش ملت نکلینی. مردم تای درجه را به ناموس شدگی هایی که کشته استن، گشت نمانده استن. مادر در قده کوچه روسیه گشته استن که پروا دارن با بخیزن چاپلوسی میکنن بلد. بله چهار چاپلوسی نجس برامای میخیزه رحمانوف میگه بم برای حلوده یک کسوک خلبی که هم ترامیتا ترالده مهنت حلال مهنت کرد مقصد زندگی تا پیش برتای شغالی دا بلد. روزی میشه شما جواب میگید. من را باور دارم که انشالله ما پیروز میشیم. نه که ما شیر بچه را دست میتیم، نه که ما باید چی با غیر عادی باشه چی غیر چیزی باشه نباشه باید ما قدرت بگیریم. مقصد مردم باید قدرت بگیره، یگان کس نه باید آزاد ما باید زندگی کنیم در وطن خودمون. بس به خدا قسم بس توکایا میکشن مورا توکایا چی در آسیا میکشن چی در درون وطن میکشن. این چی گپ خودشه مردم توجیه ابچه بیان ما باید کم طرف سر جمع شیم، باید یک جا شیم که ما باید اتفاق شیم، ما باید این رژیم این نجس ما باید بین بریم.
این نجس هم ما باید ایبان بریم. با خدا قسم دشمن این ملت های، دشمن این ملت، نه اینکه دوست این ملت. این 30 سال کشته سای سر قدرت، وقتی که در سر قدرت اومد همون سال کشته اومسته. اما چه کلاتون کار بفرمونید، ما تو کار رسیه میرمیم. در تاجیکستان مرد نمانده، در تاجیکستان مرد نمانده. بس ای خاموشی، بس ای کوکوکی. ما باید یک جا شمون همون مقصد یک کسی دیگه برآمد گفت زگو ما مقصد بتونیم که اگر چند از ما را اجازت میده افغانستان، ما باید چهر از افغانستان بدرویم. بهترین راه برای ما، بهترین راه ما باید بدرویم. بلوبای راه ما باید بگیریم قدرت. مردم باید قدرت بگیره، مردم زندگی خوب کنه. این مردم که ما مرده سیم، شیرانا ما مرده سیم، نیمونه در اینجا کشتیسن، نیمونه در اینجا اوجا کشتیسن، در این داخل همین 1000 نجس تریتور همه موالی زندگی خوب داره. 99 حصه دیگه نان خوردن نداره، نان خوردن. بچه بس های خیلی به ناموسی، به غیرتی. بله راست. مرد باید یک بار بمبره، نه اینکه 10 بار بمبره اوخی. وطن باید که اگر خدمت کنیم برای آینده فرزندامون. ما باید یک کار کنیم برای آینده فرزندامون، برای آینده خدمانه، برای آینده فرزندامون. ما باید یکان زندگی خوب بیاریم. ما تو که غلام روسیه میشیم، ما تو که غلام روسیه به مردم. آمی چشمای همین مادرها را نگاه کنین، هر یک تایمه مادر داریم، خواهر داریم. آمی چشمای همین میریزه. مردن ما و مردک یا مردن ما و تاجیک بهتره که ما بخیزه میگه ما تاجیک، ما مسلمانیم. بیناموسترین مسلمان در این دنیا ما مردم تاجیک ما این بخدا. ایگان حقی خودمان دفاع کنه نمیتونیم، غیر حقی که ما باید از دین خودمان دفاع کنیم. نمیتونیم یگان چیز ما دفاع کرده. ای دست که ای ترسی رحمان فکی ما را سود میکنه. ملامون خط یک طرف بستوامش مقصد رفت، ای بای رفت که ما ملا نداریم. ما باید مردم باید بخیزیم که نخواد ما دین خدا را دفاع کنه نتونیم، خانه خدا را، خواهر اپا و برادرای خودمون را دفاع کنه نتونیم. ای بای شرم، ای بنام خدا. رحمانم رژیمش بالای قسم میخورم اگر ما مردم در هر یک شهر 9000 نفری بخیزیم تسلیم میشود. بنام خدا میگریزه میرود. او برادرای ما در امنیت، در وزارت کوه داخلی، همش برادر ما، همش میخواد زندگی خوب داشته باشن. ما هم زن فرزند پدر مادر دارن اخی. زنده باشید. مجبورن خیلی بارش کنن مردم که بخیزه هم وقت چون تسلیم میشون میرود. نه که ما بیناموسا میترسیم، رحمان فرما میترسم، ما رحمان میترسیم. ما میگیم بخیزه میکشن، او میگه که اگر مردم بخیزه ما را میکشن. او ما میترسم، ما میترسیم. مردم باقی در پناه خدا باشیم و بایشان مردم بدخشان تنها نگذاریم. مردم شریف تاجیکستان با مردم بدخشان باشیم. زنده باشید و در عزیز، در نام جان بهترین سخنها، بهترین حرفا را گفتی. خداوند عزت بده، خداوند قدرت بده مردم ما را. خدا مردم ما را از جبر ظلم این ظالم، این ضحاک، این دشمن ملت که ملت به تباهی بود، خدا آزاد کنه. ما والله قسم زنگ بزنم وقتم زوده کلوبم. ما زنگ بزنم والله قسم به هر روز تماشا میکنم ویدیو فاج هم کار هم جورم هست. تمام در کلوب مرد نمونده. والله قسم در کلوب مرد نیست. انشالله تو در برادر خداوند عزت بده، پروردگار ظالما رو کنه. تشکر از شما. خب دیگر با نوبت به استودیو میگذارم و بعدا تشکر از شما تو در عزیز. بفرما برادر باس بیا. یک برادر باس جوشی باس گبزا
باز باز بیا باز گاب زن چا کردی باز برادر باز برادرای عزیز واقعا هم این برادر که نو برآمد کرد واقعا هم گپ اصلش گفت این ملت روز نیست که در کشورهای خود کشور روسیه و دیگر یک برادران عزیز ما که مهاجرند رفتن در خدمت یک کس یا هر روز خبرهای بد میشن از آشنای بلند 70 نور جوانی 25 از 20 ساله بالا 21 22 23 24 25 تا 30 ساله ها روز نیست که یک کس به شهادت نرسونن نکشن به قتل نرسونن خب دیگه آخه تا کی این ظلم دوام میکنه ای مردم ما هم با والله قسم آبادی را میخواهیم ما هم تینجی را میخواهیم ما میخواهیم که ملت تینج باشن این ملت با عزت باشن این ملت با کرامت و با شرافت زندگی کنن این ملت غلام نباشن مردی با کاربازار زنات تشکیل کردن در تاجیکستان امروز ها نشون میده با والله ما برنامه ها را میبینیم که بیچاره مادر با 3-4 فرزندش در مسترکا زندگی میکنه آخه تا کی باید دوام کنه ما امروز میبینیم که مادر با فرزندش در بالای عربه خودش بقلشکه جمع میکنه میروه امروز مردم بدخشان وقتی میخوان اخزین میکنن اون رو میکشن اونا رو به شهادت میرسونن این حکومت به هیچ کس رحم نمیکند نه به زن نه به مادر نه به هیچ کس به همین خاطر مردم عزیز نباید دیگه آرام ایستاد نباید مردم بدخشان تنها بگذاریم نمونیم که مردم به قتل برسونن از اونا دفاع کنیم از اونا حمایت کنیم با صدا های با قلم های نمیدونم با دست است از مردم عزیز باید حمایت کرده شود اون دو نفر دیگه وارد چیز است کوبی و وارد حاکمیت تو چی گپه کی بود که برادر با اسمی چی هست با اسم ام برادر بفرما اونه که با اسم ام چی هست ناظران هم داره چی هم داره بفرما برادر همون چرا تو دران چرا بمونین شماره واتساپ که بعضی با واتساپ زنگ بزنن نتونید رساند اومده اون یک پروگرام در همون کشورهای روسیه هست با همون پروگرام وارد شوین چیلم داشت همون پروگرام اون پروگرام رو بنویسه بچه خب برادرها برنامه هست VPN با اون برنامه VPN وارد شوین در کشورهای روسیه باشین همون را کچات کنین خب برادر بدخشان وارد که اگر این برادر که نتونید برادر بدخشان حالا فرما کسی زنگ زن بفرما تاجیکستان الو لبر گپ زن بلندتر کمتر سلامت زنده باشید دادر جان سلامت صدات کمتر پس بده شما مردم فکرم شنیدن خب گفتنی هستم با گروهشون لبر ما گفتنی هستم که انشاءالله پیروزی نزدیک است انشاءالله سلامت باشید انشاءالله برادران تاجیک برادرانی که در حدود تاجیک هست این را گفتنی هم که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند عضو به درد آورد روزگار دیگر روزها را نماند قرار البته انشاءالله انشاءالله نزدیک است با مردم شریف بدخشان صبر و تحمل و بردباری ها تمام دارند سلامت باشید دادر عزیز زنده باشی عزتمند باشی مردم شریف بدخشان مردمی که واقعا زحمت و رنج میکشند در این ساعت و در این روزها خداوند فراموش نکنند که خداوند با ماست با شماست و انشاءالله که ظالم را شکست میگیرند زنده باشید دادر جان
سلامت باشید و شما. عزتمند باشی، سلامت باشی، سربلند شی. خدا نگهبان. این برادرم کم تر صداش پس بود. امیدوارم که مردم شنیده باشن. خب گفت که مردم عزیز تاجیک مراجعت کردیم برادر با تلفن که مردم بدخشان تنها باید نگذاریم. گفت از خداوند امید داریم این کسبتند که ان شاءالله پیروزی نزدیک است، ظلم آینده ندارد. شعر سعدی هم خواندند: بنی آدم اعضا یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. سلامت باشید. الو لبای الو 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 نو قبل دادا صدات میامش فرمو. سلام علیکم. علیکم سلام. چی گپ میکس بودتون چی داره شما کما چی میگوی کو قبضه؟ نمیفهمی چی گپای در دنیا. مردم ها در بدخشان کشتن خودت چی گپای چی میگوی؟ درک نداری؟ اینترنت ها بخوان خبرها را اینترنت ها را بخوان گوش که خبرها را بفهم قبضه برا به جهنم. گفته مردم کشور به همه معلوم. نه چی گپای در دنیا گفتی از ابله دیگه؟ در دنیا چی گپای؟ در دنیا مردم ها کشتن، خون مردم ها خونستن، مردم ها حقوق خودشون طلب میکنن. در دنیا کشتن، مردم ها کشتن، دیگه بچه ها کشی ساله در وطن خودش در بدخشان هجوم کردن رفتن، مردم ها کشتن. چی گپای؟ با نمیدونه ایما میپرسی، نمیگوش، نمیگنی اخبار را، نمیبینی ویدیو را. در دنیا چی گپای؟ چاپلوس شیطان. الو الو خب اینا ببین یک از تلفن میگه چیکار پای در دنیا همه تینجه میگه. وقت روسیا نبینه که در مردم بیگناه را کشتن در بدخشان رفتن. این چیکار پای خود این همیان دشمنای ملت، این همی بدبختان، این همیان قاتلان ملت، این همی مردم میرن در اونجا میکشن. این بی‌ناموسا قوم و برادر یا در روسیه غلام مردم ما، این همی ابلیس نمیدونم که تو دروغگو کارمند نمیدونم حکومت همی 3-4 سال میتونش نان حرام میخره. دیگه پای در بدخشان چی باید در دنیا همه تینجه خیلی تینجه هجوم میکنین برین مردم در خونش میکشین با دنیا تینج. وارد که برادر که از دستور در آمده بفرمو. زنگ میزنه میگه چی گپای همه تینجه کوچ خیلی تینجه میرین مردم ها میکشین. جوانی یوشا فکر که برادر ترام تره بکشن خون شب ریزونن در وطن خودش در خونه خودش. هیچ گپ نیست. برادرای عزیز اینم تری دنیا همین خیلی است. همین خیلی که از یک برادر اینجا برآمد کرد گفت که همین چاپلوس ها میخیزن. نه 99% مردم گشنه در عذابن، در مهاجرتن. این میخیزن یک چاپلوس دیگه چی گپ هست؟ بچه ها که 30 ساله زمیر نظری شایف دینه به شهادت رساندن. خیست چیکار کرد؟ یراق داشت همون. یک انسان حقوق خودش طلب میکنه. یک زبان زیبا ولی فرزند تری بکشن خون شب ریزونن بیگناه به هیچی. بعد میفهمه که در دنیا چی گپه. این جوان زیبا، این جوان بیگناه را در وطن خودش هجوم کردن رفتن به شهادت رساندن که تو حمایت نکن از چهارشنبه چی حقوق گناه داشت؟ در روسیه بود، از روسیه گرفتین آوردین در تاجیکستان به شهادت رساندینش، چی زندانش کردین. امردین علاوچیف چه گناه داشت؟ عزت امان چه گناه داشت؟ گناه عزت امان همین بود که از مردم حمایت میکرد. بفرمو واتساپ. الو سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمو. ماشینت 5 دمه یا 7 دمه؟ ما در برنامه ای بچه. خب برادرای عزیز دیگر اینم تری میخیزن یک آدم فلانی عزت امان چه گناه داشت؟ برای مردم خدمت میکرد.
و هم عیب خودش بود آوردن زندانش کردن چند سال. زاید سیدوف چی گناه داشت؟ برای ملت کم خدمت کردگی بود. پرسیدای حکومت وستانید که برقرار کرد حکومت رحمان آورد پرزیدنت کرد چند سالش دادن. برای چی؟ چی گناه داشت؟ برای در شما چی گناه داشت؟ آدمی خود حکومت بود. حکومت رحمان پس سر قدرت آورد. یعقوب سلیمی چی گناه داشت؟ وزیر امور داخله را خودشان مانده بودنش. رئیس کمیته گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را خودشان مانده بودنش. ما مانده بودیمش. چی گناه داشت؟ اون را آوردن زندانی کردن، حیاتش برباد دادن آدم خودشونه. و دیگرها صدها مثال. یک برادر وارد شده است به نام فرهاد آدینایف. خب وارد کنیم برادر فرهاد آدینایف اگر بتواند. شماره را در چی مانده میگه دو در جان کورش چی نکنین نگیرین شماره واتساپی استودیو را دوستان سوال دیدن. فرهاد آدینایف شما بفرمایید. فرهاد آدینایف میتونه صداتون بفرمایید. سلام علیکم. بابایشون صدای من هست است؟ الو. اکای فرهاد بفرمایید. ما برنامه را صدای من هست بابایشون؟ بله صدا کم در پستر در ماگر در مردم خوب باشه کم تصویرتون خوب کنید. خب جاتون خوب بشینید. شما با برنامه را یه مدت بردن بگیرید چند وقت داره و بعدا ان شاءالله با دیگه بردار دوستا برنامه را ادامه میدیم. ان شاء الله بابایشون وزیرش شما تو ساعتی تو 10 دقیقه دیگه برنامه بردن گیرید. من اومده شدن میگیرم. ان شاء الله من دوام میتم ساعت 3 من برنامه را دوام میتم. مردم وارد کنیم. ان شاء الله ما با کارمندای تکنیکی علاقه میکنیم اونو در بله اینا وارد میکنن. شما میگین که فلان را چیکن اگر با واتساپ زنگ بزنن چی؟ با واتساپ زنگ زدن من ندارم شرایطی چون من تلفن من نیست. اون تلفن در استودیو است. من نمیتونم با واتساپ. خب با تلفن ما اگر زنگ بزنن چیکار کنیم؟ خب مایل شما برنامه را بردم گیرین اونایی که با واتساپ زنگ بزنن بعدا من میام وارد شون میکنم. ان شاء الله. خب بفرمایید. بگه که برادری که با واتساپ زنگ بزنن در ترک یک لحظه تو نمیتونم. یک بار برادران عزیز از شما خواهش میشه که اونایی که در کشور هستید با چی بود VPN بود چی بود VPN و برنامه خب از برادر برنامه را میبرن. ما ان شاء الله که در خدمت شما هستم. با سلام دوستان برادران هموطنان عزیز. ان شاء الله امیدوارم که همه کسا خوب باشید. من در اولی پیش از اون که شروع کنم برنامه را میخوام که همه کسا دست به دعا برداریم در حق اون برادر ضمیر که و اون برادر نفر دوم که حالا اسمش معلوم نیست شهید شدن. در حقشون دعا کنیم خدا شهادتشون قبول کرده باشد و اون برادرانی که زخمی شدن خداوند به اونها شفای کامل عطا بفرماید. خب امروز دیگر به همگان معلوم است که بدخشان لانه آزادی است. بدخشان مرز ناموسی تاجیک است. اگر هر یک نفری که خود را شهروند تاجیکستان میشمارد امروز باید با مردم بدخشان باشد. ما باید مردم بدخشان را امروز دستگیری کنیم. اگر شما نمیتونید به طرز فیزیکی با اونا کمک کنید با مردم بدخشان اقلا شما با زبانتون یعنی ببروید صحبت کنید بروید اعتراض خود رو کنید برایید نمیدونم در شبکه‌های اجتماعی هر شبکه‌ای که شما دسترس دارید چون توییتر است فیسبوک است یوتیوب است هر کجا هست هر یک نفری که خود رو شهروند تاجیکستان میشمارد صدای خود رو بلند کند همدلی خود رو با مردم بدخشان افشا کند یعنی با مردم بدخشان بودنش رو بیان کند. امروز دیگر وقتی نمیدونم بجا شدن نیست. دیگر وقتی کیم کدام بهانه ها دیگر نمانده است. وقتی شده است که باید مردم بخیزد باید اظهار نظر کند. اگر که شما دستگیری از رژیم رحمانوف میکنید باید خود رو معین کنید روشن کنید که مردم بدونند که شما طرف ظلم هستید طرف ناعدالتی هستید. امروز حکومت با تمام سعی کوششش با نمیدونم قوای مسلح بردن تا تانک و تا بیتر خب دیگر عسکران بسیار را بردن در بدخشان همه کوچه های بدخشان را محکم کردند. ببینید مردم بدخشان از نمیتواند حتی مردم آسایشته مردمی که اصلا به اعتراضات دست ندارد
ربطی ندارد نمیتواند از یک میکرورایون به یک میکرورایون دیگه خروج برود. این چی دولتداری است؟ از کدام امنیت شما امروز صحبت میکنید آقای دولتدار؟ شما کدام دولت؟ این چی شکلی دولتداری است که مردم نمیتواند به مکتب رود، میدونم کودکستان برد، دانشگاه برود، بازار برود، مغازه برود. شما همه را یک مثل یک اوباشو بوری همه جا رو ثبت کرده گرفتید، گویا که ما در کدام کشوری جنگ زده باشیم که دیگر مردم اینترنت چه قطع میکنید، تلفن‌هاشون رو قطع میکنید، تمام مسائل کشته میکنید، مردم رو میکشید، اعتراض کردن نمیمونید، حقوقهای مردم رو پایمال میکنید. باز هم میخواهید که مردم نمیدونم با کدام ها و هوس‌های شما، با کدام دروغ‌های شما درباره آبادی و درباره تنجی و امنی در کشور باور کنن. امروز نوبت به رایون حصار رسیده است، نوبت به کلاب رسیده است، نوبت به اسپره است، خوجند است، رشت است، به تمام نواحی‌های جمهور رسیده است. اگر دوشنبه امروز نخیزد فردا دیر می شود. ما باید دیگر صدای خود رو بلند کنیم. شما اگر نمیتونید اعتراض نمیدونم کجای روید برای اعتراضتون، اقلا در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود رو کنید. فیصد تو وقتی خاموشی گذشته است. ما باید که خود رو با برادران بدخشان بودمون رو آشکار کنیم. و من میفخرم که به هر حال در تاجیکستان یک منطقه تاجیکستان آزاد است و این مردم حقیقتش طلب میکند، آزادی خود رو طلب میکند. من از این میفخرم. اگر از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم اگر نفری در نوبت باشد اونها رو برای اکرام برورید تا که ما ببینیم که کیا هستن، چند نفر هست برای ادامه برنامه. کسی هست در علاقه من کارمندان باشد؟ خب انشالله برنامه رو دوام میتیم. امیدوارم که برادران میدارن وارد میشون و فکر و نظر خودشون میگویند. حالا ببینید من یک چند نظر دارم، نظرم رو میخوام اینجا برای شما بگویم. همین حدود 3 روز پیش تلویزیون موهوره ما رو که در یوتلسات بود اون رو حکومت قطع کرد. یعنی که حکومت از پیش برنامه داشت که میدونست که اعتراض مردم به کوچه میروید و تمام مسائل کوشش رو کرد که مردمی بدخشان رو از تمام دیگر نواحی تاجیکستان قطع کنند. پیش از اون که تلفن و خب اینترنت شون قطع کنه، اول موهوره رو قطع کرد، چون در وقتی که موهوره قطع می شود، وقتی که تلفن و اینترنت قطع می شود، موهوره یک دیگر چیزی نمیموند ربط با، یعنی که مردم بدخشان بیرون از بدخشان رو با چیزی نمیتونن تواصل کنن. یعنی تلویزیون‌های تاجیکستان همش خب معلوم است پیشوای ملت، به نام پیشوای ملت و نمیدونم از 24 سال رحمان فر نشون میده از کدام پیشروی‌های نامعلوم و اونم امکانیت ندارد که همه ژورنالیستان رو برای پخش کردن خبرها از بدخشان ممنوع اعلام کردن. خب به همه رسانه‌هایی که در تاجیکستان فعالیت میکنن با اونها نامه روان کردن که وضعیتی در بدخشان بودن، یعنی که یگام خبر از بدخشان پخش نکنن. این با نقش اعتراض سایت اجاپلوس این رو امروز اعلام کرد و با تأسف گفت که خب ما نمیتوانیم در خبرهای بدخشان رو پخش کنیم چون ما از فشار مقامات، اونم در سایت اجاپلوس هست، میتوانید اونجا در اون مقاله رو بخونید و چگونه فشار میارن با ژورنالیست‌ها و با این موضوع. یعنی که تنها علاقه می بود که مردم بدخشان این صحبت‌های ما رو، اعتراضای ما رو میدیدن. حالا اگر در خط کسی باشد از کارکنان تکنیکی خواهش میکنم برادر رو
نوبت بتیم برادر بوس اگر که صدای ما میشنوید مرحمت صحبت کنید. یک نفر با نام بوس هست، خواهش میکنم میکروفونتون رو روشن کنید و صحبت کنید. صدای شما در افیر هست، صحبت کنید بوس. خب مثل که برادر نمیشنود. خب یک نفر دیگر هم بود با نامش فراموش کردم، یک پرچم SSR داشت، اگر که باشد در خط روی اکران بروریمش. خب نیستم باشد. پس میگذاریم با خبرهایی که تا حال از خاروق برای ما روشن است. امروز در رادیو آزادی اگر کسی گوش کرده باشد، وزارت کارهای داخلی هم یک بیانیه پخش کرده است که در بیانیه‌های دروغ، البته من به این بیانیه باور ندارم، که گویا نفر یک شهروند وریدی همون عدل پلیس شده است و نارنجک اونجا ترک کنده است و یک نفر یعنی معاون پلیسی ناحیه و یک افسر و یک سرژانت دیگر جراحی شدند. راستی در مورد عملیات این نفر بی‌ضرر گردانده شده است. راست دیگر من به این نمود اظهارات هایی که همین وزارت کارهای داخلی میتد هیچ باورم نمیاد که چخیل یک نفر میتواند وارد عدل پلیس شود و در داخل عدل پلیس نمیدونم عملیات انجام بدهد. من وقتی این قضیه رو پیگیری کردم از برادران بدخشانی خواستم که کمی روشنی اندازن در قضیه این برادر که چگونه و توانسته است داخلی عدل پلیس شود و چگونه اون نارنجک اونجا ترک کنده است و نمیدونم چند افسر جراحی برداشتن و یک نفر هم کشته شده است. چند نفر که پرسیدم از برادران گفتن که ما راست دیگر از این اطلاع نداریم که کسی رفته باشد چه عملیات انجام داده باشد، ولی ما آگاهی داریم که یک نفر رو پلیس در کوچه، یعنی در کوچه پرانده است. سبب های پراندنش معلوم نیست، برای چی پراندن. خب پلیس این نامناسب اینها رو هم نوشته است که خب یک نفر با نامی، اگر اجازه باشد من از این نامش بیام، خب خب заместитель начальника УМВД по Горно-Бадахшанской области Гайратшо Муборакшозода, اینم معاون پلیس بوده است. کس دیوم یعنی کارمند اپراتیوی شهرت کمیشویف و کارمند و نفر دیگر با یک نفر از کارمند قشون‌های مخصوصی حربی части 3503 внутренних войск یعنی وزارت کارهای داخلی ابوبکر فیض‌الله‌زاده
جراحی برداشتند. خب اون نفری که گویا این کار رو با این کار دست زده باشد، اونی که کشته شده است، اینجا نامش نمیارم، خیلی مهم نیست. یک نفر رو در راه کشتن. من از حرکت میکنم که نامی اونم بیاورم. فکر میکنم چون اون اطلاعی که به من رسید، من از بسیار خواهش کردم که در همین قضیه را برای ما روشن اندازن. برادر آشکار گفتن که یگم خیلی عملیات از طرف جوانان، یعنی که از طرف مردم بدخشان در کدام نمیدونم عدل پلیس انجام داده نشده است. از این نیست که خبر ندارد. فقط آگاهی دارن که یک نفر در کوچه کشته شده است. نظرشوی زمیر زخمی گردانده و در بیمارستان به هلاکت رسید. یعنی یک نفری را که در اعتراض کشته شده است پراندن. اونا میگن که اون گویا به عدل پلیس حمله کرده است و پلیس اون رو زخمی کرده است. در نتیجه زخمی شدن در بیمارخانه از دنیا گذشته است. به سعی شما برسانم که از دیروز که دیشب که اون برادر در اعتراض شهید شدن، امروز مردم میخواستن اون رو جنازه بخونن و برن گور کنن. پلیس اجازهشو نداد. تا حال برای ما روشن نشد که پلیس مردم توانستن اون برادر شهید رو به خاک سپارن یا نه، چون دیگر علاقه قطع شدگی است. شرایطی باز هم زنگ زدن نیست و اگر امکانیت ما پیدا کردیم البته برای شما خبرش میرسانیم که انشالله برادر شهید شده چی گونه شهید شد، در کدام حالت بود. من از برادران تکنیکی چند نوار و ویدیوی هست من روان میکنیم. انشالله کمی دیرتر با این نوارها رو میگذاریم. شرایط برداشت اگر ما این نوارها رو به شما نشان میتیم. اگر اجازه دید من حالا این نوارها رو تا آماده کردن میخوام در یک قضیه دیگر کمتر صحبت کنیم. امروز خبر در اون بیانیه‌ای که وزارت کارهای خارجه، وزارت کارهای داخله اعلام کردن، 3 نفر رو عیبدار میکنن. یکم محمد باقر رو که سرکرده بنام گویا که کدام نمیدونم پرستوپنی گروپیروفکا باشد، گویا که کدام سرکرده جنایی باشد و یک نفر دیگر رو محمد شای و الفت خانم رو محسوم بودن. چرا محمد شای و الفت خانم؟ برای چی این نفر رو حکومت به دست داشتن در اعتراض یعنی گویا که این که برنامه ریز باشد. محمد باقر خب اسپالنیتر یعنی و اون نفرایی که در این تظاهرات اشتراک میکنن همه جنایتکار باشند. برای چی؟ چرا الفت خانم کی است؟ شما یک بار در گوگل هم اگر که اسم نسبش رو بنویسید در برش خیلی چیزا دریافت میکنید. من هم یک چیزی کوتاه دریافت کردم میخوام برای شما برسونم که الفت خانم از سال 2014 وقتی که اعتراضای مردمی شده بود حکومت مردم سرکوب کردن اعتراض ها را، خانم الفت خانم در اونجا کار میکردن، در بدخشان فعالیت میکردن و در وقتی که از حکومت اون وقت مردم طلب کرد و یکی از نفرانی فعال بودن و طلب کردن که یعنی حربیان از داخل شهر بیرون برآورده شوند و اون وقت حکومت به گپ تظاهراتگران گوش کرد و مردم رو یعنی به مراسا رسیدن که به این خلاصه رسیدن که باید که حربیان از شهر خروق بیرون برآورده شوند و الفت خانم این قضیه رو در آزادی هم شهر دادگی است
بعد اینی که فعال بودن فعالیتشون رو در اونجا همچون یک شهروند نشان دادن. وزارت کارهای داخله و امنیت پشتی اونها خیلی تلاش کردن که با کدام جنایت اونها رو عیبدار کنن و خب نامشون رو سیاه کنن. متاسفانه چیزی نیفتن یا خوشبختانه چیزی نیفتن. هرچند تلاش کردن چیزی نیفتن. با چند دلیل و با چند گناه که گویا که شما از امریکا پول میگیرید، نمیدونم با چند تهمت های بالای سرشون آوردن ولی معلومه را نتونستن چیزی اینه که در چیزی نتونستن یکم دکزات لیست بیارن که اونو چی گناهی چی قانون رو ویران کرده باشن. و الان اگر یاد داشته باشه یک برادر فرهنگی رو که خیلی زبان شناسی خوب بود، اون رو 2 سال پیش یا چند سال پیش زندان کردن و خانم محمدشاه خیلی تلاش کردن برای آزاد کردن این کس، چون یک نفری فرهنگی بود. من نامشون فراموش کردم، انشالله اگر نامشون در یادم اومد باز با شما میرسونم. و اونا تلاش های بسیار کردن، از حکومت بسیار خواهش کردن که این کسا خب جزا نتیان، از آزادی محروم نکنن. متاسفانه نشد، اون کسا از آزادی محروم کردن. الفت خانم خیلی در اونجا تلاش ها کردن برای آزادی اون کس و از اون به بعد بالای اینا شکار هجوم شروع شد. یعنی هر وقت میکفتن سعی میکردن، تلاش میکردن که همین خانم رو بدنام کنن. حالا اکنون من وقتی که خبری امروز وزارت کارهای داخله در بیانیه‌اش نام اون کس رو گرفتن، من اکنون درک کردم که کجا می رود، گپ سری کجا می رود. چون هر نفری که در بدخشان حوزه فعال است و تاثیرگذار است، حکومت تلاش میکند که اون رو چیکار کند؟ خونسا کند. یعنی باید که اون رو سیاه کند، باید که محمد باقر رو کسی احترام نکند، محمد باقر رو باید تروریست اعلام کنند، الفت خانم رو باید جنایتکار اعلام کنند، توتیشا رو باید چون در اعتراض کشته شد باید اونها جنایتکار اعلام کنند، گلبدین جنایتکار است. حتی به یکم سود، حالا سودی نشده است برای گلبدین جنایت صادر کردهش دکزر نشده است ولی اون رو جنایتکار اعلام میکنند. خب دیگر متاسفانه امروز چنین است این وضعیت در تاجیکستان. حالا یک نفر در خط علاقه پیدا شد، خواهش میکنم برادر مهاجر اگر که ما رو میشنوید مرحمت Что у нас плохо, это то, что у нас цена не соответствует качеству, ни в чем. برادر مهاجر میکروفونتون خاموش است. خب باشد برادر عبدالله نوبت به شما بفرمایید تا مهاجر آماده شدن است. برادر عبدالله بفرمایید. خب از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم تا اونو که تو وقتی که برادرها آماده میشوند. برادر مهاجر شما صحبت میکنید؟ خب باشد. خواهش میکنم از برادر کار تکنیکی عکس خانم الفت خانم رو اگر که شما پیدا کردید در مدشوی و اونی که در بورش حالی صحبت کردیم، معلمه فعال جامعه شهروندی هستند. در بعضی از گرانت های خارجی برای رشد زبان های یعنی زبان هایی که در اون کم نفران با اون صحبت میکنن،
یعنی مثل زبان‌های اشکاشمی، اون زبان‌هایی که در بدخشان ما هستند، زبان وخانی، زبان در جدای همین زبان‌ها کار میکنن برای رشد زبان و خیلی فعال هم بودن برای در جامعه شهروندی، در مخصوصا در منطقه بدخشان. فقط به خاطر اون که فعال هستند و حرف مردم حرفشون و حرف اونو گوش میکنند و در بین مردم خب ابرو دارن، حکومت از همین میترسد. ببینید از الیت مردم بدخشان حکومت خیلی میترسد. اصلا فرق ندارد که اون الیت از کدام گروه است، از جامعه شهروندی است، از ژورنالیست ها است، هر نفری که در بدخشان در مسئله در قضیه بدخشان فعال است، ما میبینیم روزانه صدها بر اونو خواهی میشوند. تا همین چند وقت پیش وقت رستم جانی درباره در قضیه بدخشان در این قضیه نمی نویست، کسی رستم جانی رو چیزی نمیگفت. حتی فعالیتش هم در تاجیکستان خیلی روشن بود، یعنی که اشکار بود. از اون روزی که رستم سر کرد به نوشتن کمبودی ها و وضعی در بدخشان بوده، دیگر چی اتهام های بالای رستم ندادن، خواهی هم برآوردن. همه چیزی که برای دیگران نگفتن، برای استاد کبیری، برای مخالفان علی میشه زمان دیگران نگفتن و رستم جانی هم همه این رو گفتن. همه اون ببینید مادر گلبدین وقتی که از فرزند خودش دفاع میکند، یعنی تلاش میکند از حق و حقوقی فرزند خودش طلب میکنه، حق حقوقش، اون رو هم با نمیدونم فرزندش جنایتکار، یعنی که متهم به اون میکنن که گویا که از جنایتکار پشتیبانی میکند. خب این دیگر این یک بهانه شده است، یک برای حکومت یک نمیدونم دستک شده است. هر کسی که دیگر چیزی گفتن، یعنی حرفی گفتن ندارن، اگر چیزی گفتنی ندارن در تلاش میکنن که یک کس جنایتکار اعلام کنن. ببینید اینم اگر کارکنان تکنیکی خواهش میکنم اگر که عکس زمین رو توانید در اکران بمونید، من میخوام چند نقطه درباره زمین هم گپ بزنم. اطلاعی که به ما رسید، ما دسترسی کردیم، زمین نظر شوید این یکی از زمین برادرانی که بله این همین دیروز در اون تظاهرات کشته شد، در تظاهرات دیرانگیره کشته شد. امروز ببینید البته در بین یک روز گویا که زمیر کدام عدل پلیس رفته است، در اون عدل پلیس نارنجک پرتافته است و اون رو چند کس زخمی کرده است. ببینید اتهامات البته در بین یک روز برای اون آماده میکنن. اگر که حالی ما زمیر رو مثل اونی که گلبدین رو تشویق کردیم و نام گلبدین رو دیگر تمام جهان میدونن، اگر ما برای زمیر هم همین کار رو انجام بدیم، زمیر هم تلاش میکنن که گروه که از کدام گروه جنایی بود 100 تهمت نامه رو درباره زمیر هم میبوفن. البته برای حکومت این یک نوع نمیدونم اگر دروغ گفتن، یعنی یک فساد، کروپسیا، دزدی، نمیدونم شیطنت یک چیزی عادی شده است، زندگیشون دیگر همون شده است. حتی تا اون درجه دروغ میگویند که حتی خودشون بر دروغای میگفتگی خودشون باور کردن. حالا خودشون باور کردن که همین مردم بدخشان همش جنایتکارن، در حالی که نمیتواند یک منطقه کلانی که خب 250,000 اهالی دارد همش جنایتکار باشد. ولی اگر شما ریتوریک گپ زنی تلویزیون تاجیکستان را تماشا کنید، گویا که بدخشان همش جنایتکار است، گویا که در اونجا قانون نیست، کسی قانون رو رعایت نمیکنه، در حالی که قانون رو در بدخشان خود حکومت ویران میکنه. چرا به طلبات مردم که حق شهروندیشون رو طلب کردن که در قضیه
اون قضیه منصفانه تحقیق کرده شود. به چی انجام رسید؟ خب گروه 44 تشکیل داده شدن، مردم یک گروه از بین خود انتخاب کردن. با کمک این گروه حکومت توانست مردم رو خنثی کند، یعنی که از تظاهرات دست کشن، به خانه‌های خودشون بروند و گروه 44 دوام بودید کار رو در سمت این تفتیشات. متاسفانه قضیه به آن آمده رسید که گروه 44 هم به چند چیزهای دیگر متهم کردند و این یگام یعنی رزولتات نداد، یگام به جایی نرسید. هرچند که اونو بسیار تلاش کردن. خیلی ما دیدیم مثلا برادر فراموز خیلی تلاش کردن که یک قضیه به جایی برسد و گناهکارانی که در قتل گلبدین دست داشتن اقلا که نامشون افشا شود، جزا داده شوند. نفرانی که در کشتار اون 2 نفر برادری که در توتیشوی و اون برادری که در تظاهرات فرمانده شدن و اون 15 نفری که زخمی کرده شدن اونو به جوابگری کشیده شوند. کسی رو به جوابگری نکشیدن. برعکس نفرانی که اصلا گناهشون در سود دکزد نشده است اونها رو گناهکار اعلام کردن. خب ما دیدیم که دیگر تا حدی رسید که گلبدین رو گویا سرکرده کدام گروه جنایی اعلام کردن. خیلی متاسفانه کار این گروه 44 به جای انجام نرسید. من فکر میکنم که این مردم بدخشان دیگر این قضیه رو خیلی نمیگذارد. هرچند حکومت تلاش کند که خب این قضیه رو خاموش کند، مردم رو با زورآوری با کشتن سر راه مردم رو بگیرد، به خوبی انجام نمی‌یابد. متاسفانه من در این آغاز جنگ شهروندی رو می‌بینم که امامعلی رحمان با حکومتش این جنگ رو شروع کرده است. این از دیروز شما باید بدونید که از دیروز جنگ شهروندی شروع شده است. فردا کسی دیگر نمیدونم پیمان ملی را، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را، گروه 24 را، کدام گروهی مخالفین را به شروع کردن جنگ شهروندی گناهکار نکند. گناهکاری اساسی رحمانوف و اویلش است، چون اونا سر کردن. از عراق کی استفاده بود؟ رحمانوف. از سال 2010 این طرف کی کشته است مردم رو؟ فقط حکومت و اویله رحمانوف فرمان میکرد، نظامیان میکشند. سال 2012 در بدخشان هم کار کردن، 24 نفر را به شهادت رسوندن، خلق مردم ملکی را به گناه. 2014 هم کار کردن، در رشت هم کار کردن، در نایه رودکی هم کار کردن. چند نفر با ماشیناشون اونها رو بیچاره رو علوم سردن گویا که کدام عملیاتی انجام داده باشند. سال 2015 صدها نفر رو به گناه بردن زندان کردن. حاجی حلیم و گروهشون به شهادت رسوندن گویا که میخواستن تبادلات دولتی کنند. اگر حاجی حلیم میخواست تبادلات نظامی کند هیچ وقت اون از راحتی نمیرفت. در داخل دوشنبه بود، رحمانوف هم در تاجیکستان نبود، میتونست برود کمیته امنیت ملی رو بزند، نمیدونم وزارت کارهای داخله رو بزند، قصر پرزیدنت رو، قطعا ایرپورت رو، یک جای دیگر. ولی همه ما میدونیم که این گفته‌های حکومت است، این همش دروغ است و مردم بیگناه رو به شهادت میرسونن. بعد اون صدها نفر دیگر رو زندانی کردن، ده‌ها نفر رو در زندان به قتل رسوندن. کسی قضیه اونها رو نمیبیند. یا کسی از خویش تبار نمیدونم از نزدیکان دوستان یا جامعه شهروندی آگاهی دارد که چند نفر همین شب روزها در زندان ها کشته میشوند و چگونه اونها کشته میشوند؟ چرا نفرانی که با دلهای جنایی سیاسی چه اون از گروه حاجی علیم است، نمیدونم یعنی اکثریت با ماده 307 با تروریسم
айбдор мешаванд ва зиндон мешаванд, ҳамаи оно бо таври мармузона дар зиндон кушта мешаванд. ки ин қазияҳоро равшанӣ меафзад? ки ба ин қазияҳо чаро ҳукумат бори ҳам нишон наметиҳад ва намегӯяд? ола як нафаре ки ман намехоҳам ки бо он суҳбат кунам хати алоқа баромадааст. ба ҳар ҳол бубинем ки чӣ мехоҳад бигӯяд. фармоед. салому алайкум. ва алайкум салом. медонам ки намехоҳӣ, ба хотир намехоҳӣ ки дар саволои мо ҷавоб надорӣ. яъне ки ҳамон гапе ки муҳтарам прокурори ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гуфт, Маҳмад Боқир яке аз саркардаҳои ҷинояткор бо шумо ҳамкорӣ дорад, ки имрӯз шумо биромаде марафоне ташкил кардею ба фармони Муҳиддин Кабирӣ мехоҳӣ бо соли 92 дар Тоҷикистон биёрӣ. агар мехоҳӣ ки садота қатъ накунам Оятулло, чизое ки прокурор гуфт мо бетиам медонем чӣ гуфт. уро мо хондем, дидем, мардум ҳама гӯш карда гуфт. гапои уро дар ин ҷа нагӯ. агар ягон далел дорӣ, яъне далели равшан ки намедонам ин бародаре ки дирӯз дар тазоҳурот кушта шид чӣ гуноҳ содир кардааст, аз кадом гурӯҳ аст, бародар Замир дар қазияи ин агар ягон гуфтанӣ дорӣ бугӯ. Надошта бошед куҷо шуд? Оятулло рафт? ман нафаҳмидим Оятулло сухангӯи вазорати корҳои дохила будааст. аз номи вазорати корҳои дохила мехост суҳбат кунад. мутаассифона наметавонад, чун интернет дар Тоҷикистон хеле заиф аст. ино намехоҳанд иқрор шаванд ки камбудӣ доранд. ҳатто он нафаро ки мехоҳад аз ино муҳофизат кунад наметавонанд, чун шароит чунин аст. дигар маълум аст интернет чун гоҳ қатъ мешавад. ҳар нафар, ҳар чопнусе ки аҳамият дода бошад, агар аз Тоҷикистон суҳбат мекунад, тарафдорони ҳукумат, хоб ба нафсшон нарасем, ҳар нафареш ки аз Тоҷикистон баромад мекунад, аҳамият бидиҳед, интернетшон заиф аст. вақте мепурсӣ ки чаро интернетон заиф аст, баҳонаро сар мекунанд, гӯё ки ин айби худшон аст, телефонош хуб нест, садҳо баҳонаҳо мекунанд. ҳасти Оятулло? Оятулло ҳастӣ? суҳбат кун, метавонӣ гап зада? хуб, интернетат хеле заиф ай не? хуб бошад. нафари дигам бародар Муттаҳиди Пирӯзист. бифармоед бародар. Ассалому алейкум. ва алейкум салом. Хеле шумо бародар Фарҳод Одинаев. шукри Худо. бифармоед бародар. мавзӯи Бадахшон. бале, мо имрӯз аз бародарони Бадахшон ҳимоят дорем. мардуми Бадахшонро бояд миллат имрӯз дастгирӣ кунад, чун аз ҳаққи худ дифоъ карда истодаанд миллат. тамоми миллати тоҷик, тамоми миллате ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, бояд ақлҳое ки худованд ба онҳо додааст, ақлҳои расоро кор фармояд, то ояндаро фикр кунад. агар падарони ин рӯз хомӯширо ихтиёр кунанд, ояндаи фарзандони мо дар гумроҳӣ мегузарад. дар гумроҳие ки ҳатто ақлҳои онҳо сиёҳро аз сафед фарқ намекунад. мисли Корея. зинда бод гуфта мегарданд. бар миллати азиз, ақлҳоро кор фармоед, ҳоло ки дер нашуда ба по хезем. бесавод дар ягон ҳолат, дар ягон замон беҳбудие карда наметавонад ба миллат, барое ки на ақли расо дорад, на саводи кофӣ.
миллати азиз, ақлҳоро кор фармоед. қувваи барқе ки ба мо 100% мерасад, онро ба мо намедиҳанд. оё медонед ки майнинг чист? қувваи барқро дар майнинг истифода мебаранд. ҳамо аппаратҳое ки ба криптовалют тааллуқ дорад дар шумораи беҳад зиёд мондагӣ дар ватан. куҷо мешавад қувваи барқ? қувваи барқ ки аз миллат аст, саҳмия миллат додааст, ба миллат наметиҳанд. бас аст ғуломӣ, бас аст ғарибӣ. ин ватан ватани ҳамаи мост. то кай бетарафӣ мекунед? чӣ гӯям боз Фарҳод бародар? касе ки ақли расо дорад, кайфро дарк кардад. касе ки ақли расо дорад ё мутеи гумроҳон аст, хабнишиниро ихтиёр кардааст, то ҳол хап аст. миллат огоҳ шудагӣ, ки сиёҳ, ки сафед, ки ҳақ, ки ботил, миллат ҳама дарк дорад. сад афсӯс ки то ҳоло мо миллат нашудем, то ҳоло мо қавмем. биёем миллат шавем. мо миллати коҳанбунёдем, мо миллати ободкор будем, мо миллати созанда будем. мо миллати ғулом набудем. ғуломӣ ба мо намезебад. ҷаҳониён аз мо тарзи давлат идоракуниро ёд гирифтанд. як ба таърих худ назар кунед. боқӣ паноҳи худо, бовар ку ака алам бисёр суханҳо дар дил. чӣ гӯям? умр дар ғарибӣ, умр дар ғуломӣ. мо ғариб нестем, мо муҳоҷир нестем бародарон, мо ғуломем. мо ғуломи ду системаем, якто не, ду система. муҳоҷир аз ғулом фарқ дорад. муҳоҷир ҳақ дорад, муҳоҷир ҳуқуқ дорад, муҳоҷир пуштибон дорад. мо ғуломем бародарон. ними пулта метигиранд дар ҷо, ними пулта дар унҷо мегиранд. магар ин ғуломӣ нест? боз 3 рӯз 4 рӯз медавӣ ай барои пули худат гирифтагӣ. бародарон, мо ҳам умро рафт дар ғалиб 20 сол 30 сол тадқиқ кардем, то соли 10 пуштибонӣ кардем. президенти маҳаллӣ, ай президенти оддӣ пуштибонӣ мекунад, вале вақт гузашт, муҳит гузашт, мо санҷидем, назарсанҷӣ кардем, дар ақлҳои инсонии худ санҷидем. гумроҳ, бесавод дар ягон ҳолат на идораи корхона карда метавонад, на идораи ватан, на идораи дигар. барое ки надорад. барое ки гумроҳу бесавод ҳама вақт мутеи одами доно мемонад, мутеи системаи доно мемонад. боқӣ паноҳи худо. تشکر برادر، خیلی صحبت خوب کردید. راستی منم 20 سال در روسیه زندگی کردم، در مسکو زندگی کردم و این درد مهاجرت رو خوب میدونم. من همه اون رو در پوست خودم سنجیدم. خب از کارگر قطاری تو وظیفه خیلی بالا هم کار کردیم، خیلی یعنی تجارت خوب هم داشتیم. من خیلی شما رو نقض درک میکنم برادر. اون مشکلی که شما دارید من همه اون رو نقض میدونم، درد شما رو نقض میفهمم. انشالله امیدوارم که روز این زنجیر غلامی میکند و ما پیروز میشویم انشالله. برادر امید خطلانی، بفرمایید برادر. سلام علیکم با همه مردم توجیه و مردم غریبا و در چیزی همین مردم پامیر همین گفتنی هستم که وقت ساعتشون بوده باید ما همه یک دست شویم تا همین کار تستر حل کنیم. صرف ما هم کم نیست، به حد زیاده. باید خودمون نشان کنیم رابطه ظالم رو از حکومت دور کنیم. چی پیشنهاد میکنید؟ چی موضوع باید از چی شروع کنیم؟ از چی؟ استاد مهدی کبیری گفته بودن همین تنها با راه سلاح این کار حل میشود، دیگر راه نیست. یکی
баландтар пошта партофтестай беягум сухани зиёдӣ ба ҳамин хотир ҳам ба воситаи силоҳ мешавад ки ҳамин корро ҳал кардан дар кор. Ман чизе به نظر شما مردم بدخشان باید از خودش محافظت کنه، یعنی سلاح بگیره نه اینکه مردم بدخشان باید هم متوجه یک دست شم رفته از خود حمایت کنیم. نه اینکه حوض در بدخشان این حالت است، در تمام تاجیکستان هم این حالت است. شهری توز، وروخ، پنجکند، کجای گویه که رشت، خرغان تپه، موسنگیر، کجایی که گویه همه ایجاد همین حالت است. همه ایجاد همین مردم غلام، یک حکومت دروغی، یک حکومت بگیم اولادی هم بگیم خطا نمیکنه. و همین خاطر همین یگانه راه همون است که رفته با سلاح همه تاجیک‌ها باید رفته با سلاح خودشان حمایت کنن، دولت را حمایت کنن. من در فکر شما طرفدارم. دیگر توکای یک طرف ما را میکشد و ما خود رو همین نمیدونم هم چون مثل موسیقی هم وقت ما را اپلودات میکنیم که گویا که ما از خشونت دست نمیزنیم، در حالی که اون طرف اصلا این کلمه رو نمیفهمه. اون طرف فقط از قوه استفاده میبرد، از یراق استفاده میبرد. از وقت و ساعتی که من استاد کبیری رو شناختم به صبر دعوت میکنه و اون طرف میکشه. توکای خب دیگر 1 سال است، 2 سال است، 5 سال است، 10 سال است، زیاده از 12-13 سال شد که ما رو کشته استیم. ما باشه ما خاموش. من فکر میکنم که من با فکر شما راضیم. مردم دیگر حق دارد از خودش دفاع کردن. مردم حق دارد که از خودش وظیفه دارد که از خودش دفاع کنه. مردم این روز باید از مردم بدخشان دفاع کنه. حالا اگر من در تاجیکستان میبودم یا کشورهای نزدیک تاجیکستان میبودم، میرفتم با مردم بدخشان با محمد باقر میپیوستم. و اگر همین روز شرایط پیدا کردم برای رفتن، میرم با محمد باقر میپیوندم. من در برادر محمد باقر راست نیستم. هر شهروند تاجیکستان اگر که اختیار کند برود در برای محمد باقر بستر حق دارد. هر نفر که زیدی حکومت رحمانوف دست به کار می شود حق دارد، از خود دفاع میکند حق دارد. تشکر برادر. اگر باز چیز گفتنی داشته باشید احمد. برادران مخالف از ارمیای رحمان زیادتر ما باید را فراموش نکنیم. برای خاطر که برادران مخالف میلیون ها نفر شده گند. ارمیای رحمان چند نفر است؟ ما باید همه طرفه همه جای تاجیکستان هجوم سر کنیم که یک شخص ظالم ما دور کنیم. نه اینکه یک طرف همه جای از خوجند از همه جای تاجیکستان وقتی حمله کرده حتما پیروز میشه. وقتی یک جا حمله کرده و شکست میده. به خاطر که وای 30 سال شد تیاری میبیند، 30 سال شد خودش مستحکم میکند، 30 و ظلم میکند. این هم عقیده من است، چیز خودم است. برای شما درست هست. محیدین کبیری همیره گفتنی هستم. استاد محیدین کبیری به نهایت شخص عاقل است، دانا هست و سخن خالی پوچ نمیگوید. به همون خاطر گفتنی هستم که اگه وقتش اومد خیستن در کار کجا حاضر وقتش است. یا لشکر پرقوت کردن هجوم کردن با تمام تاجیکستان، نه اینکه با یک جا، با همه جاش. اقلا از 20 جا، اقلا از 30 جا هجوم کنیم همون وقت خودش کنند. اگر جا هجوم کنیم و یا میتوانند که با رنگ دیگه دولت ها یاردن طلب کنند. اگر ما همه جا هجوم کنیم خلق عادی یاردن میکند. شما باید در این باوری 100% داشته باشید. خلق عادی بیزار از همون حکومت است، بیزار از همون ظالما است، بیزار از همون کروپسیونرها است. خلق عادی بیزار از همونا.
به همین خاطر وقتشون باید که حکومت درک کند، چون من حاضر پیشتر از شما آیت الله برآمد من حس کردم که حرف ما را حکومت گوش کرده است. خب این یگان پرامو افیری ما رو امکان ندارد که طرف حکومت اون رو نظارت نکند، اون رو گوش نکنند، امکان ندارد. البته اونا گوش میکنند و تحلیل هم میکنند. خب من به همین برادرایی که در حکومت نشستن، اون نفرانی که از اویلا نیستن، خب در قوای سرحدی کار میکنن، نمیدونم در کدام سپیسناس کار میکنن، ام وی دی یا مردم با اون خطر رسیده که باید دست و کار شود. یعنی زید شما میخیزد، شما خود رو شرمنده یک اویلا نکنید. این اویلا دیگه شرمنده است. ببینید این اویلا 30 سال بود میدوزده، حدی اقل 22 سال اخیر دزدیده است. اینا دیگه میلیونر نیستن، هر کدام یو میلیاردرن. هر یک فرزندی رحمانوف میلیاردر است. خب حسن میلیاردر است، نمیدونم دادر حسن میلیاردرن. خب کی از دیگر خیش تور هم گرد ونوش همش میلیونرن از اون پایانوش. اینا همچون جمع کردن که در یک روز میگریزن میروند، باز ما میمونیم، شما ما میمونیم، مردمی عادی میموند. شمایی که در حکومت کار میکنید امروز در دست نیروخ هست، با فرمان رحمانوف مردمی بدخشان رو میکشید، با فرمان رحمانوف مردمی رشت رو کشید، با فرمان رحمانوف مردمی اصفهان رو کشید، خب مردمی خوجند رو کشید، مردمی رودکی را کشتید. این قتل و این گناه های کردید همش در گردن شما میموند، همون میگریزد میرود. البته اگر حکومت دستی مردم در رسید، مردم اون رو میکشد میارد، جزاش میتید، به جزای خود میرسد، اون پولهای دزدیدش. اما ببینید همین تاریخ دیکتاتوری همین چند سال اخیر، آیا قذافی از پولهای دزدیدگیش استفاده کرده تا نیست؟ آیا حسنی مبارک از پولهای دزدیدگیش استفاده کرده تا نیست؟ کدام از همین یا کدام دیکتاتوری را میدونه که از پولهای دزدیدگیش استفاده کرده تا نیست؟ صدام حسین تو نیست؟ کدامش تو نیست؟ فرزندان اونو کجاستن؟ خب اونا شدن گریزه. کنی چرا اونو برای شما درس عبرت نمیشوند؟ فکر میکنید که اون پولای دزدیدتون هم دیگران نتونستن ولی شما میتونید استفاده بوده اون پولای دزدیده را؟ اون پولی که حق حلال مردم است به شما نصیب میکنه. شما میاد خانه یک کمبغل میزنید میگیرید، نمیدونم با چند کارهای دروغتون، با چند خانه های حاجی حلیمه گرفتید، خانه استاد کبیری را گرفتید. خب همین دیروز یکی از برادر شهید ما، یکی از برادران مجاهد، ایشان جنیدالله اویلش دعوا کرده است که خانه‌ای که زندگی میکنن با نبیره‌هاش، با فرزندان نبیره‌هاش، از اونایی که پدرشون یا باباشون نیست صغیره موندن، از اونها رو کشیده گرفته است. خیال میکنی خانه‌های شما به شما نصیب میکند؟ هیچ وقت نصیب نمیکند. این ظلمی که شما کرده است کاسه لبریز شده است. مردم به او قناعت رسیده است که از خود دفاع میکند. وقتی شما رو کشتن دیگه خشتبارتون از مردم خفه نشون، گیلمند نشون که کدومی از شما رو کشتن، کدام کارمند پلیس کشتن یا که کدام افسری وزارت دفاع را کشتن. وقتی شما میکشید شما را میکشن. تشکر برادر عمر، سلامت باشید. اگر باز گفتنی داشته باشید بفرمایید. باید تشکر زیاده. سلامت باشید، زنده باشید، فعال باشید. انشالله نظرهای خود را آشکار در شبکه‌های اجتماعی در هر کجا هستید بگویید. دیگر وقتی نمیدونم اون رسیده است که ما آشکارا از مردم بدخشان دفاع کنیم. مردم بدخشان شرف است. انتظار این که
سر می شود. رفته از خود زمین خود نه اینکه بدخشان ای تمام تاجیکستان دفاع کنیم. مانند ما هم میلیون نفر هستند در دیگه دولت خود تاجیکستان. و همین خاطر باید که ما هر چیز نشان دهیم خودمون که ببیند جناب تا چقدر مردم خشمگین هستند، چقدر مردم از جانشون سیر شده. و همین خب همین گفتن هستند باید غالبا شروع کنیم زودتر. وقت رفته ایستاده است. امروز پامیر کرد، پگاه خوجند کرد، روز کرد، به هر بهانه مرد کشته پرت است، زندانی کرد است، به هر بهانه مردم وحدت کرد، به هر بهانه 600 نفر بودن محکم کردم به قتل مردم قرغان تپه، مردم کلور کجای تاجیکستان نگوی همه را ستم کرده. مردم پنج برای چه خاموشن؟ مردم کمسنگی چی با خاموشن؟ چقدر باید ظلم ستم کرده. از چی مینالن میگن که رحمانوف ما را افغانستان رفته گرفته آورد، ولی رحمانوف افغانستان رفته آورد ولی باز با غریبی روسیه کرد، غریبی اروپا کرد. چی فایده است؟ چی سوده افغانستان گرفته آورد؟ برادر امید من در همین فکر روزی نیستم که رحمانوف کسی را از افغانستان آورده. رحمانوف کسی را از افغانستان نیاورده. رحمانوف هم مجبور کردن که ما از افغانستان برگردیم. باشید بر راحتی، یعنی 70 کیلومتر از دوشنبه است در دست مجاهدا بود. خب در اورجینگزاباد یه وقتا وحدت حاضره هیچ کسی از حکومت راست رفته گشته اومده نمیتونید با طرز میگذاشتن با ببینید وحدت. خب دیگر غرم و رشت و پامیر اینجا 70% تاجیکستان در دست مجاهدا بود، یعنی در دست اپوزیسیون بود. کجا رحمانوف مجبور کردن، رحمانوف روسیه مجبور کرد که با مخالفین صلح کند، مخالفین برگردند. اگر رحمانوف نمیخواستم میگرفتیم حکومت. همین اگر چند ماه دیگر طاقت میکردیم، یعنی که اگر فشار نمی آوردن اونجا فشار بین المللی شد. البته اینجا قصه دراز است، این رو موضوع دیگر موضوع است، ولی اگر ما چند مهلت دیگر ادامه میدادیم، همین ما منظورم اون وقت اپوزیسیون اگر چند مهلت دیگر اگر فشار ادامه میدادن، مبارزه را ادامه میدادن، چون نگرفتن حکومت. فقط ما به خاطر اون نگرفتیم، جنگ دوام ندادن. من بسیار با برادران صحبت میکنم، کسی اگر حاضر شهر ماریوپول اوکراین را یک بار ببیند به چی حالت است، ما وقتی میگرفتیم دوشنبه به همین حالت میرسید. فقط استاد نوری بزرگیش در همین بود که نخواست که تاجیکستان قبرستان شود. اگر ما هم میخواستیم، خب دیگر اگر روسیه طرز جنگ روسیه معلوم است در افغانستان هم کار کرده است، در سوریه هم کار کرد، حتی در اوکراین برادرش هم کار کرد. اون با بمب‌های کلان، یعنی با سمالیاتاش با راکت‌های کلان میزند، شهرها رو به خاک یکسان میکنند. اصلا یگون معیارهای بین المللی روسیه رعایت نمیکند. چرا به تاجیکستان نمیکرد؟ البته میکرد در همون شب و روزی که ما صلح کردیم. و خب دیگر من اینو از عقلی اپوزیسیون اون وقتا میبینم که استاد نوری همین چیز رو درک کرد، فهمی همین چیز رفت و با گذشت البته صلح کردن و این رحمانوف دیکتاتور شد. اگر ما این کارو نمیکردیم مثل چچنستان میشد. خب اگر کدامی گروزنی وقتا رو دیده باشد، از این ماریوپول حاضره بتر. روسیه همه وقت در جنگ اگر ببیند که بوی میتر، اون کشور اون طرف مقابلش به خاک یکسان میکنه. دیگر خیلی باید کشور ویرانه دیگر با کی لازم است. فقط به خاطر این اپوزیسیون وقتا، یعنی که اوتو، یعنی اپوزیسیون وقتا با سرداری استاد نوری گذشت کردن و شدن سر میز مذاکرات و اون سازشنامه را امضا کردن و مردم توانست بر بگرده از افغانستان. کسی را رحمانوف بر نگردونده است.
مردم به سر بلند برگشت. مردم از حق خودش کشیدگی دید. میبخشید 40,000 مجاهد با تمام یراق و سلاح آماده جنگ بودن و داشتن هر روز. اگر چند سال اخیر جنگ سال 95 96 اگر اهمیت بدیم، یگم جنگ ها رو یگم یعنی تاکتیکی بوی میگن طرف مخالف رو یگم چیز بوی ندادن، فقط طرف حکومت بوی داد. پامیر از دستشون رفت، غرم و اینجا هم از دستشون رفت، حتی راحتی را نتونستن گرفته در 5 سال. همین از من فکر میکنم این فکر غلط است که رحمانوف کسی رو آورده باشد. اصلا رحمانوف کسی رو نیاورده است. اصلا رحمانوف صلح کردن هم نمیخواست. ما خب این فکت رقم ها بسیار داریم. من در این وقتی که در تلویزیون تاسیس دادیم از یعنی سیاستمدارانی که از سال 92 تا 97 در سر قدرت بودن، از بسیاری اونها اینترویو دیدیم و بسیاری اونها صحبت کردیم. اکثرش میگن که رحمانوف ما مجبور کردیم که سر میزی مذاکره. همین از دیگر قضیه. برادر امید تشکر، سلامت باشید. بله زنده باشه برادر. زنده باشید، خدا نگهبانتون باشد. یک شعری را دیدم از برادر ظفر صوفی، خیلی برام پسند اومد. نمیدونم اگر که برادر تکنیکی بتوانند این رو روی اکران گذارن بسیار خوب می شود. برادر تکنیکی خواهش میکنم همین دو مصرع را اگر توانستید روی اکران برورید. گفتی برادر ایرانی دستی گلتون درد نکند. برادر ظفر صوفی دو مصرع. من راستی اوقات شعرخوان نیستم و آدم ادبی نیستم و در این جاده من سسترم، ولی این شعر بسیار برام محقول اومد. من میخوام که شما با شما این نشون میتونم. این چه زیبا است. خدایا تو بدخشان را نگه دار، نگین تاجیکستان را نگه دار. در حقیقت بدخشان نگین تاجیکستان است. بدخشان قلب تاجیکستان است. بدخشان ناموس تاجیکستان است. بدخشان و مردم بدخشان سربلندن، از تاجیکان سربلندن. اونها را نه مغول شکست داده تانیست، نمیدونم نه هیچ کی شکست داده نتونست و انشالله که رحمانوف هم شکست داده نمیتوند. و من متاسفم که وقتی برنامه وقتی برای من جدا شده به پایان میرسد، حدود 5 دقیقه دیگر مونده است و اگر کسی از برادران آماده باشند مرحمت بگویند، نباشند از کارکنان تکنیکی خواهش میکنیم که یک مدت یعنی تلفظ اعلام کنند باشد. انشالله بعد چند ساعت ما برمیگردیم به استودیو. یک نفر هموطن، اگر هموطن چیزی گفتنی داشته باشه بفرمایید. من برادر هموطن صحبت بتید بعد برنامه را خاتمه بخشید. برادر هموطن هستید؟ باشه انشالله ما 2 ساعت تنفس میگیریم. انشالله بود برنامه رو از طرف بگاه ادامه میدیم. خدا نگهبان همه شما باشد. خداوند شهیدان
بدخشانی رو شهادتشان قبول کرده باشد و برادرانی که مجروح شدن خداوند به آنها شفای کامل عطا فرماید. خدایا شهادت این برادران سبب پیروزی ملت تاجیک شود. خدایا شهادت این برادران سبب آزادی ملت تاجیک شود. خدایا شهادت این برادران سبب شود که مردم تاجیکستان از این ظلم، از این اویله، از این دیکتاتور آزاد شوند. دعاگو باشید برادران عزیز و از شما خواهش میکنم که همه فعال باشید. خدا نگهدارتون باشد.